کی کلمه زندیق در اصطلاح شریعت پیدا شد؟ بسم الله. کلمه گوش که جاهلی احمق زندگی در سلب با کدام شخص استعمال میکردن؟ تو خودت بگو، تو استفاده کرده استادی با کی با اونم میکردن؟ اشخاص که عقاید کفری را اختیار میکردن با اونها زندیق گفته میشد در بیار دلیل، کی گفته است همین گبرو؟ مگر کسایی که قرآن را مخلوق گفتن امام احمد بن کی حنبل گفته دیگر است؟ اشخاص بیار تکفیر دلیل بیار. نکردن. قول بخون. آن مسئله زندیق بگذار کنار، مسئله نه مسئله مسئله خودی که اعظمی زندیق گوش کن بیرون نمیریم. گوش کن دلیل گوش بیار. کن کی گوش گفته کن است تو همین گفتی که سخن؟ ابتدا تو کی ادعا گفته است کردی که ابو همین محمد سخن را؟ مدنی معروف راسخ تکفیر نکرد در حالی که خودت در همین قرآن سخن میخونی. را کی گفته است؟ زندیق به سیکو کسانی گفته میشه که قرآن مخلوق میگفتن. کی گفته است همین گبرو؟ بسم الله او بچه اثبات. او بچه کتاب های سلف بچه پر از این بیا قسم اثبات اقوال بکن. است. او اثبات بکن. مرد هستی؟ مرد الله هستی اثبات الله انکار میکنی. درست است. من سیکو بکن. ما انکار نمیکنم، ما فرار نمیکنم. ما در گروه ان شاء الله همه اثبات بکن. اقوال اما جمع کرده تمام در میان دادم. ما تو را گوش داره. اثبات بکن. او احمقی جاهل گفتم برات که میارم تو اثبات حالا بکن. عملیات به به ما آداب بگو و که به تعلیم، به تربیه اثبات بکن. ای جاهل تو اثبات بکن. تو جاهل مرا گفتن تو ما مرا مالش جاهل هستیم. بیا بسم الله اثبات بکن. مرا از او اشخاص فکر نکی از گفتگو با شما فرار میکنم. والله که اثبات بدل شما بکن. را ان شاء تو الله در بحث بیناموس مناظره هستی. میشرمانم. آخر جاهل بیناموس هر کی سیکو ناموس نداری. آخر ناموس نداری. ای معاذ الله قوم پرست. معاذ الله معاذ الله ناموس معاذ نداری. الله. این اتهام تو ناموس داری؟ کافی است. این اتهام تو نه انسان نه نه. مرتد است. هنو بیناموس دلیل بیار که کی گفته است همین معاذ گپ الله تو؟ معاذ الله نام بی ناموس که میگه از ناموس ما خبر داری که من ناموس دارم یا ها ابویا تو که متهم میکنی که ناموس مرا بی بیناموس ناموسی. هستی. کی گپ گفته اثبات کنن همینطور میگریزی هر طرف. معاذ الله معاذ الله. یک سخن یک کس بگه اثبات کردن تو بی ناموس است. بیا دلیل. بیناموس نباشی دلیل بیار. ای کافر تو مرتد ای بگو. مشرک تو بگو. ای تو بگو که ما چه مشرک هستم، ما چه مرتد هستم. مرتد است به خاطر که آیات الله را انکار کردی. کدوم آیت الله را انکار کردن؟ این آیات که در مورد قتال جهاد و بقای طایفه منصوره دلالت هر میکنه کسی اینها که را انکار انکار کرد. میکنه کافر هست. هر کسی که انکار میکنه کافر است. در پس کجا ما طایفه انکار کردیم؟ منصوره در امی عصر طایفه منصوره که پیامبر صلی الله علیه و سلم بشارت به بقا داده کدام طایفه ها هستن؟ نشان بده برای من. طایفه منصوره را میدونی که اونهایی که دعوت به سوی الله میکنن اونها هم داخل میشن. طایفه منصوره قتال صفتشون یکی از صفاتشون قتال هست در راه الله. یا اگر به قتال مگر علما ذکر نکردن طایفه منصوره رو؟ هستن اونهایی که علما هستن اما تمام بر از همین اساس عبارت عقیده که طایفه سیکو منصوره طایفه طایفه منصوره منصوره طایفه تمام گوش بکن. طایفه منصوره با فهمش من و برداشت من از دیدگاه من همین است که این ابو محمد مدنی است و شاگردانش است و برادرهایش از افغانستان و این تاجیکستان. چی این میگی؟ برداشت شما زنادقه هست. فکر میکنید که تمام. فقط تنها شما. اگر من یک چیز برداشت بکنم به همین سبب زندگی میشم. سیکو این تو انکار نگرفت. حدیث پیامبر صلی الله علیه و کلمه سلم کفر و زندیق است. ارتداد نیست. کلمه زندیق اه است. اه کلمه زندیق در همین اثبات زمان بکن. در همین عصری که ما شما کلمه قرار داریم ما جهاد کلمه بالای کفار زندیق فرض است اثبات یا بکن. نیست؟ الله کلمه سیکو کلمه سیکو ای کافر ای مشرک. همین حالت که فعلا در افغانستان در تاجیکستان روان هست، برداشتن حجاب از بالای خواهرای اوه مسلمه. اوه همین به حالت ایمان. به چه به ایمان. همین به حالت ایمان. من به همین این حالت یک که شما به همین لایف رفتن کنفرانس برقرار کردن شما حجاب خواهرای امت مسلمه دوباره به سر شما برخواهد گشت، یعنی که بر اساس قتال جهادی که حجاب دوباره گوش برمیگرده. بکن. گوش بکن. تو از مسئله حل مسئله نگرفتی. چرا گرفته استودی؟ از حل چرا مسئله گرفته است؟ نمیگریزم. تو خدا هستم در امروز کجاست؟ تو خدا در کجاست؟ تو خدا در کجاست؟ سیکو تو تو مرا از خدا او در کسای فکر کجاست؟ نکی از شما میگریزه. والله تو کی بیناموس هستی. تو قسم به ناموس الله هست. نداری. هر چی به دهانت رنجی ناموس میگویی. تو قوم پرست. تو قوم پرست مسلمان کش. کافر تو مشرک قاتل مسلمان ها. قوم تو پرست کافر است. قاتل مسلمان قوم ها. ای پرست قوم پرست. کافر است. هر قوم چیزی که به پرست دهانت کافر است. رنج میگویی. افغان باشد، تاجیک باشد، افغان تو باشد، قوم تاجیک باشد، پرستی. عرب تو باشد، قوم هر کسی که پرستی. بر تو اساس قوم قوم پرستی کم پرستی. تو میزنه قوم کافر است. پرستی. فهمیدی؟ تو قوم قوم پرست پرستی. کافر است میگم. تو قوم قوم پرست پرست. کافر تو است. خودت تکفیر داری. حالا ما از کجا قوم پرستی کردم؟ کجا تو قوم قوم پرستی کردم؟ پرست هستی. ها ما تو قوم پرست از هستی. تعصب گپ زدم. بله ما از معارف بله. راست چرا گپ زدم قوم که تو پرست هستی؟ میگم ما چرا میگم زندگی کافر. تو بر اساس نبینم. از حکم میکنی که گویا ما از معروف راسخ. حالا ما از معروف راسخ سخن گفتم که از دفاع بکنم قوم پرستی باشم. والله کاری قوم نه به پرست معروف. برادرها. همین دیده استوده این قوم پرست رو مرا نمیشناسد. مرا کافر گفته است. میگه تو فلان آیات به منکر شدی. والله گفته استم که من یگان آیات به منکر نشدم. یگان آیات به منکر نشدم. این مرا تکفیر دارد. یک کافر بدبخت. تو از الله نمیترسی. خودت قوم پرست
به دهان خدا گفته است که قوم پرست کفر است، نه که به قوم پرستی کرده شده. چی بگیم تره؟ شما از مسئله گریختنید. جهاد برای خود شرط دارد، شروط دارد، وقت دارد، مکان دارد. فهمده استودی؟ این را تو معین نمیکنی. تو جاهلکی که لا اله الا الله را نمیدونی تو معین نمیکنی. فهمیدی؟ این را علمای ربانی معین میکند که کی و در کجا چگونه شدنش. فهمیدی؟ کذاب. این به گفته سه چهار احمقی که خودش نمیشناسد این گپا نمیشود. تو همین نوگ بینی پایان را نمیبینی. فهمیدی؟ خبیث تکفیریست، به ناموس شرمنده سخن رو میگویی نمیدونی که تو چی گفته استادی خودت. گپ رو بسیار نکن. تو از مسئله نگذر. تو زندیق گفتی. زندیق به کدام طایفه استفاده میشود؟ امروز علم که فقط گپ میزنیم و کدام زمان کلمه زندیق پیدا شده است و کلمه زندیق از کدام کلمه گرفته شده است؟ عربی است، روسی است، امریکایی است، کدام زبان است؟ از مسئله نگریز. تو که علم نداری چخیل با تو گپ زده میشه در مسائل دینی؟ این جهاد که قله بلندترین است و شرط و شروط خودش دارد و این رو علما معین میکنن. تو یک احمق بیناموس از خودت میخیزی داد فیغان میزنی. چرا اگر تو به سوال توی تاجیکستان رو یک سو ویل کن، چرا افغانستان رو با امریکا فروختید؟ این سوال به جواب بده. ای کذاب. تاجیکستان رو ویل میکن، تو بگو که چرا افغانستان رو با امریکا فروختید. این به سوال به جواب بده، دیگر گپ نزن. شرمنده تکفیریست. تو بگو که تکفیر تو به کی یاد داد؟ تکفیر اهل توحیده. همون استادان یاد داد. کی یاد داد تو به؟ گپ بزنی ره. مردم دیده استاده یخل کافر منافق هر کی چی میگونجا دهانشو میگود یگون دلیل ندارد. بجز اینکه بهتان هیچ شرمنده بیناموس. علیکم و رحمت الله و برکاته. اخی ابو عبدالرحمن خوب هستی اخی؟ ابو عبدالرحمن سی چیزی ای جاهل ای جاهل ای جاهل ای انسان جاهل. تو تهمت میکنی که افغانستان را بر امریکا چرا فروختید؟ ای زندیق کافر، قسم به الله هست این اصلا اتهامات تو هست که برای ما اتهام میکنی. اونهایی که افغانستان را به امریکا فروختن تو اصلا تو از چیز خبر نداری. حالا آمدی اونهایی برای که ما فروختن تو با اونها چیکار کرده استاده که تو مثلا تاجیکستان برفتی؟ تو پیش خونه اول گپ بزن. اونها هم قتال جهاد روان است درون الحمدلله. خونه تا گپ بزن. درون خونه تا گپ بزن. از درون خانه خبر دارم الحمدلله. درون خانه ما ما چی صاف خبر است. دار؟ دین در درون خونه اهل اولاد دین فروختگی است. تو غلام آمریکا شده هستی. چی میگی؟ ای کافر، تو اتهام چی ما را کافر به هستم؟ من کفری مرا بگو. ای به شرمنده. تو سعی که ادعای علم غیب میکنی. نمی عمل تو تو کی دعای میدانه از درون خانه غیب ما؟ کفر. از اه درون خانه ما تو چی خوارج میدانی که کافر شده به یگان دلیل تکفیرم کرده استادی. ای تو تو مرا ادعای علم میشناسی؟ غیب میکنی که در خانه شما همه دین من فروختن. تو یگان چی خبر داری از خانه من؟ این ادعای علم غیب نیست، من کافر نیست. من طالبا چیکار کرد؟ طالبا فروخت یا نه نفروخت؟ مرا با طالبا چی؟ تو از خانه ما گپ در تو روان هستی. تو از خانه ما گپ در روان از هستی. از آینه ما سرزمین گپ در روان افغانستان هستی. هستی یا نیستی؟ از ای سرزمین جاهل، افغانستان هستی یا نیستی؟ ای ای شرمنده. از تو مسئله امیر نگره. تو از مسئله گفتی نگره. گفت که از مسئله سیکو نگره. تو به نمیگریزی. سوال گفتی که جواب بده. خانواده تون دین سودا کرده. ثابت بود که ها دین است. خانواده ما دین طالبا خانه کی است؟ سودا طالبا از کجا؟ قوم تو ها؟ نیست؟ از نه از قوم طالبا از من نیست. قوم تو نه نیست؟ از قوم من تو نیست. نیست. از قوم تو من از نیست. افغانستان اه نیستی؟ تو از سیکو پدر افغانستان ما نیستی؟ باشه برای تو ما از قومیت افغانستان مهم نیست. نیستی؟ پدر ما باشه، برادر ما باشه، در کفر ارتاد واقع شده، تو هر کی در قوم خانه ما پرست مهم نیست. هستی. محمد راسخ این این قول کفری گفته است یا نیست؟ قول تو کفری گفته است یا نیست؟ تو خودت بیشتر گفتی که ما قول محمد رازق قول را کفری گفته است یا سیکو نیست؟ تو قول بیشتر کفری گفتی که گفته است یا محمد نیست؟ رازق را تکفیر نمیکنه. او جاهل. تکفیر یک چیز است. تو وای اکنون بگو سبحان که الله. روز خودت پیشتر این کار کردی که ابو محمدی مدنی تمام راسخ را تمام تکفیر نکرده. جاهل. تمام تو اکنون بگو که شرمنده را بینید. فرق بین کفر و کافر چیست؟ کفر عمل است و کافر کسی است که عمل کفر تمام. انجام میده. ای عمل جاهل. هر عمل کفری کننده کافر هست یا نیست؟ بله هست. همه کفر یک نمود است. تقسیمات ندارد کفر در اصل دین، کفر در معلوم دین بی ضروره، کفر در اصل و در فروع فرق ندارد دونی سوالات را از من که اینها تفصیلات دارن. های این دا شرع مردم برادر ها دیده استدید شرمنده ها که وقتی که مسئله علمی شد میگه این سوال ها رو من نکن. تو این سوال ها رو اگر نه آموخته باشی تو
نمیتوانی که یک کس کافر بگو یا نه. این شرمندگی تو است. علی برادر فهمیده استدید می سوالی که وقتی که علمی که ندارد، اگر این علم نداشته باشد شما یا خوارج میشه یا بله که این بله علم نداشته یا جهمی میشه. دیده استدید میگه این آه سوال ها علمی رو باز من نکن. ابا جاهل احمق جاهل هستی چی به این سوالا جواب گفتن علم نداری و چی به جر بحضوری ساکت باش نمیتونی علم ندارد از پیش خودش خوارج شده است. اینو خوارج قوم از سبب قوم. اخی جان فقط همین کافر گفتن نمیدونی تمام علما صحبت کنی علما گپای تو کارو ندارم اما علم کتی صحبت کن السلام علیکم فعلا ورحمت الله وبرکاته. همین را با سوال کنه که بگو با چه دلیل ها انسان کافر گفته میشه و مناط تکفیر در پیش علمای اهل سنت که سلف چی است؟ آخر از ما گوش کن. اول تو جاهل یک گپ را میگی دنبال دیگه گپ میگردی، در حالی که شما امی کفریات که انجام دادید از ابو محمد مدنی آغاز. ای بچه بیا اکا همین چی نکن خیلی کشن اکا مرا چی میگن این طرف و طرف نبر به حاشیه نره سوال با تو با چه دلیل ها سایکو دای مثلا نره تو چوب شو امو عبدالرحمن است ما بون با امو با حرفم تو چوب شو آخه دفعه جواب دادن نتونی تو عبدالرحمن دفعه جواب دادن نتونی یک گپ بزنی 4 تا میخواد سوال میگی باز اجازه بدی برای ما صحبت بکنم یک گپ بزنی که ما بشناسیم کس که ما گپ میزنه نقطه تکفیر میکنی تی نشناخته از مرا کفر جاهل گوش کن تو نشناخته مرا کافر گفتی که خب میدونم که با عقیده اینه ابو محمد مدنی کافر زندگی چه جا میداریم مرا نشناخته که من با عقیده ابو محمد مدنی هستم یا نیست تکفیر سبحان الله در ابتدا اومدی گفتی که ابو دفاع نکردی که ابو محمد مدنی معروف از ابو محمد مدنی دفاع کنه از ابو محمد مدنی تو سوال در فروعات میشود که با همدیگر خلاف نظر داشته باشید در فروعات ها بله اختلاف نظر در فروعات در بین سلف موجود هست سیکو اختلاف نظر در فروعات دلیل بر تکفیر یکدیگر شده نمیتونه سیکو تمام از این میبرد که اون مسئله هایی که ذکر کرده است شیخ ابو محمد مدنی در حالی که من 100% به گفتهش روزه هستم اون مسئله فروعات است اون مسئله حالت است اون انکار یگان چیز نیست همون چیزایی که تو ادعا داری امی کفریات که ابو محمد مدنی کفریات چی است کفریات چی است یک نگاه بکن انکار قتال و جهاد انکار حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله بگو که اگر گوش بکن مال یک دقیقه بگو که الله مرا لعنت بکند و هم مسلکان لعنت بکند اگر این چیزهایی که ما میگویم ابو محمد مدنی حفظه الله علامه خراسان انکار نکرده که باشد ما به بالایش تهمت بسته ایستاده باشیم الله ما را لعنت بکند با هم مسلکانم با ابو محمد سعید افغانی هر دوی ما را الله لعنت بکند ما هم مسلک ابو محمد سعید افغانی نیست مرا به اون منسوب نکن خود جاهل وای کفر است میوه چی ابو محمد سعید افغانی کفر است می ما از کفری کسی که خبر نباشم تکفیرش نمیکنم خب تو کفری من خیلی خبردار شدی مرا نمیشناسی تو معتقد به اونم عقیده مدنی زندگی مرتد هستی به اونم هم عقیده اونم آدم هستی تو ها سایکو امی ما هر کی جونا را شرمنده امی سوال از ما سوال نکن بیچاره تو کردم سوالی که ابتدا کردم ما گفتم محمد مدنی منکر قتال و جهاد است منکر قتال و جهاد است ابو محمد مدنی والله اگر تو بگو که اگر منکر نباشد الله مرا لعنت بکنه و هم مسلکانم لعنت بکند الله بگو پس منکر قتال و جهاد وقتی نیست طایفه منصوره برای مسابقه بکید ای زمان من میگم طایفه منصوره در اینمی زمان که در هر زمان لعنت طایفه منصوره تو کافر کیست تکفیر چیست تو از این بو خبر نیستی طایفه منصوره را کجا میشناسی علم نداری تو جاهل حاضر گفتی که من نمیدونم که حاضر من نمیدونم تو طایفه منصوره را اهل سنت و الجماعت میشناسن ای بیچاره طایفه منصوره را اهل سنت و الجماعت میشناسن شما اهل سنت و الجماعت نمیشناسی تو اهل سنت و الجماعت نمیشناسی تو بگو که اگر گپ‌های ما در حق ابو محمد مدنی تهمت باشد الله مرا لعنت بکند و هم مسلکانی جاهله که قوم پرست ما لعنت بکند بگو اوشه بکشه برادر بگو این امین بگو این شرمنده بنوس بگو امین بگو لعنت الله بر بالات بخو
سایکو کو گوش گوش کن کن گوش کن گپای من درست میگی از قبول گپ است نگرفت سایکو از گپ نمیریزم نگرفت والله نمیریزم لعنت الله و لعنت ملائکه ها و لعنت کنندگان بر بالای من باشد گو و بر بالای هم مسلکانم اگر ما بالای ابو محمد مدنی تهمت داشته باشیم بگو عجیب جاهل هستی سایکو من میگم لعنت بگو الله بگو سعی سایکو نمیکنم باش سعی برات تو بگم بگو باش تو کن بگو باش کن بگو گوش کن لعنت بخو بر بالای لعنت الله برای کسی که بر اساس قوم پرستی نه میکنه نه با نه خودش نه هم نه تو مخالف بعد لعنت بر بالای خودت بخو شرمنده بینام شیخ حنیف دیده استودیت اوزیری ها را بیورید هم همچنین است صوفی ها را بیورید هم همچنین است همیش یک نمود است کذاب است تو کافی طایفه ابو منصوره رو چه عبدالرحمن می‌شناسی؟ اگر الله همش سنت واقعا همین گپ را جواب بگرد حاضر همین گفت که ابو محمد انکار کردگی از جهاد همین گپش را جواب بگرد الا اگر جواب نگرد پوسکای بخشش بپرسد که من بخشش میپرسم که دروغ گفتم کذابی کردم همین گپ را جواب کرد بعدا دیگر مسئله برای نخی الله خبر نگاه کن همین بچه که گفته است که شما که ابو محمد این کار جهاد کردگی است همین را تو باید بیاری ثابت کنی از سخن خود ابو محمد نه اینکه از عقل خودت از فهم خودت که تو فهمیدگی هستی در پیش ما و در پیش شیخ ابو محمد کسی این کار میکنه جهاد رو حتی فرض بدانه کافر میشه تو خبیث جاهل احمق خوارج تو فرقه ناجیه نگو تو فرقه ناجیه در یگان جوش نیستی شما سگای جهنم شما بوی ای فرقه ناجیه نداره خوب است و ای منصوره هم نداره شما کسانی هستید که پیرو نفس حواس در کجا ابو محمد منکر جهاد شده است انا میرا بیان کن بسم الله حنیف شما بار بیگید که از روی عدل انسانی که مسئله تکفیر نمیدوند مسئله تقسیمات تکفیر نمیدوند و از کجا طایفه منصوره را میشناسد والله به خاطر الله هر یک شما بگین که کسی که این مسائل رو نمیدوند طایفه منصوره را از کجا میشناسد این جاهل گفته است که من نمیدونم این مسئله رو سوال نته این مسئله ها را استادات نمیدونند فهمیدی برای که استادات تعلیم از در نزد اهل سنت و الجماعت گرفتگی نیست از ابو محمد مدنی اومده کم کم آموخته با متهمی دارد فهمیدی یعنی این گپ است باید اقرار بکنی قوم پرست تکفیریست از الله نمیترسی شرمنده یگان مسئله علمی به جواب نمیدی هی بیچاره همین اهمیت که این پیداش دیگه امکان پرپرکا با گفتی خچ با گفتی استاد همین پرپرکایی که سه چهار تا از طرف افغانستان از سه چهار تا از خدمان همینا یگان سر به علم گپ زدگی نیستن یگان چیزا ای اعوذ بالله اینقدر تهمت و بهتان بعد با گفته بعد اون مردمی که توحید ندارن جهاد میکنن در پیش کسی جهاد کنن مسلمان است فقط امیر از ظاهرش اسلام تمام این مردم توحید درس میتن توحید دارن تعلیم میدن با کفار مشرکین خود مبارزه بودن تو یه روزه خدمت همین طالبان نکیسه تو قطعی همون استادات یه روزه خدمت همین اهل علمی که مثل شیخ ها و برادرای ما اصلا نکیسه تو یا با کفار مشرکین مبارزه بودن ملحدین مبارزه بودن بر اهل بدعت بودن با منافقین مبین بودن یا اگه در طایفه منصوره که نورجه نبودن تو خود یک جاهله که احمقه که هیچ چه نمیدونی بر مدد ادعای تر بیا تایت من شرم میکنم من از جای تو باشم میرم یک کتاب میگیرم لا اله الا الله ایسای نام میخونم که بفهمم که یک سوال عادی رو نمیدونم نه تو نه مولانا تو نه استاد یگان تا نمیدونه از زمانی که شما بر ماگی یگان تا جواب دادن نمیتونه مثلا اصل دین از فروع دین جواب کن در چی مثلا تکفیر کرده میشه که یک بار در چی تفصیلات داره نمیفهمه برای چه برای علم نداره معنات تکفیر چیه در پیش اهل سنت پیش سلف نمیدونه استادات نمیدونن با طالبات گپ زدگی نمیدونن تا که اجازه میدونید یک دو کلمه را چسبوندن نمیتونی دو کلمه فارسی را به هم دیگر وزور میچسبونی بختا گفته است که ما یه رنگ همین چنده یک گروه حزبیایی که فقط به همین البته چی میکردن جهاد میگفتن لیکن توحید نداشتن مشرک بودن حزبیا بعد میگفتن که توحید در اخر نمیکنه ما هم جهاد کنیم بس ای آخه جهاد بله این یک عبادت است یک کولای بالاترین اما اول توحید باید داشته باشی تو توحید نداری کور بی طاغوت نداری موالات با مسلمانان نداری مسلمانان کافر میگوی خوارجی آماده جهاد گپ نیست تو را چی جهاد چی شما کچول فروشا بعضی گپ زدگی میگم در کی جای تو کچول فروخته زن میگه چرا اگه جهاد نمیره تو دروغ نمی کذاب بسیاری امیو کو ای ترامپ شاگرد ترامپ نمیو ای خبرهای ترامپ گرفته خودش مجاهد گفته گشت اگه نه خلش در خدمت ترامپ گشته سن نه خلش کچول فروش است این همین شمایی که در همینجا میبرای پرپرکا با همون لفظ اصطلاح خطو
هیچ بعد هیچ فرقه ناجیه و منصوره را شما ایرا فقط از زبان ما شنیدگی، از زبان طالبان شنیدگی. اگر شما نمیفهمید چی ای بالا قسم موزی بگومد که همین کدم در کدم حدیث قول چی گفته است فهموندن نمیتونی. اگر میتونی بیا فکر نکن که جهاد کی دایی میشه. تو توحید نداشته جهاد بکرای، تو اصل دین نداشته جهاد بکرای. از نماز از جهاد برتر است نمازت بکر است. اگر کسی توحید نداره کفر بی طاغوت ندارد شرط و رکنهای لا اله الا الله را نمیدونه باید چیف از جهاد گپ میزند. یا انسانی که اصل دین ندارد نمازش قبول نیست، روزش زکاتش جهادش بود سمبولی. شما رنگ همون استادای خطشه تو نه توحید داره نه هیچی، آمده که حزبی هم آمده است از جهاد گپ لیست است، نمیدونم خوارج هم از جهاد گپ لیست است، ترامپ را شاگرد شما از جهاد. شما رو چه جهاد چاخی؟ در کجا شما اول یک روز توحید درس دادگی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلام برای جهاد مردم اول توحید درس داد. کنه توحید شما استاد تسوال میتن که توحید چه نمیدوناش، رکنای توحید از شرطش فرق نمیکنه، تقسیمش فرق نمیکنه. اومده مردم هم متهم کرده با میگه ما فرقه منصوره و ناجیه. شما هیچ چی بعد همین از سوال توحید چی از چیز گفتن دارم یک سوال من تکلیف کرده اخی این همین گروه انمی دو دستگیر نمی بله یا توحید ندارن یا توحید چی میگوی فکر میکنن که رنگ هم صوفیا وقتی توحید چی میگوی توحید ای کفر بی طاغوت ای صفاتای سر از جوش برای چوی ترامپیا این همین 5 6 کسی در جگه میزنن همین افغانستان من قچو گفته یا ترامپیا من اسکریک پارتاس خبرای امریکا را ترامپیا من برای خود ترامپیا میگم ایکسایت یا پارتاگه نگاه کسی میگه به زبان عربی و فارسی خبرها رو میاره امریکاش ای اخبارات ترامپ خوب است ترامپیا رو بی اوماس ایدینگا میزنن. میگم همین بخون در بالاش سیکش ابی چی هست دیگه میفهمی که همون چی که تو پارتوفته سای از سایت کی است. شما بناموسای به علمای جالب شیخ الله سنت از همین وقتی گفت که شیخ ابو محمد جهاد این کار کرده وقتی ما پرسیدیمش کو بیا در کجا این کار کرده نه با فکر ما زاب سک شیخ گفت دیگه 40 نه هم را گوش کرده از فکر میفهمیدی ای شرمنده های بیچاره شرمنده ها شما تو که حواستون تحقیق کردم میگردم گفتن برادران اگر شما بدونه که ما چقدر در این مسئله الحمدلله که چی داریم شما اگر گپ نمیزنه شما جرأت این مسئله رو نداره گپ زدن. شما جرأت گپی شما میگه رنگ حزبی ها رنگ همون جولان و مولان شما اکثر تو پیرو حواس نفس خودی شما شرط و شروط جهاد نمیفهمه. برای شما مسلمان هم کشتن به الان از شیدن است، برای شما طالبان علی سنر کشتن به الان از چلی که علی را گفتن مطرب خونی او را جانی او را کشتن گرفتنش خونی او را یعنی که برآوردن گفتن ما قریب میشیم به الله. شما نمی خیلی فکر که اگه نه ای خوب بسای ترامپیو برای قدر کافر ملحد قدر در پیش تو همه را کشته ایستن خوب بسای طالبان کو برو یک اگر تو صادق باشی رازگو باشی برو که یک قچو گپ ز یک دعوت چکیو که یک جهاد که ای خونه برمدن نمیتونی زندگی زن کشتگی در تو سگ بچه کو با اینا جهاد بمیزنی. شیخ عزیز بخشش و او قام خودش است اینجا با چیکار کرنده کن توجیکای بیچاره برده استفاده کرنده کن کیف کرده اینو پای به پولو برداشته دم گرفته گرن های پشتینو فهمدید. این امتی 10 میلیونه توجیکستان اینجا بغیر از توجیکستان توجیکای ازبکستان توجیکای قرغیزستان توجیکای قزاقستان همش در عذاب است فهمدید. اینو دم گرفته باید بگردن دیگر امت که کار ندارد. امریکاش قوقاس اگر چه جاهل بودن صادق بودن وقت گفته ایو همه ترسون چکاکو در خونه شتگی در گرد زناشو یک تشقتی صحبت که میگم در که جای خیلی ببرو میگه بر من نمیتونم اونم حاجی کچالا فروش میگه من در خونه بر من نمیتونم که طالبان میقپانم نه که برمداست میگه من در میدانم باید بر میگه من کچالا فروشم. ای خونت برآمدن نمیتونی تو چی ای جهاد گپ میزنی ای خونت بر من نمیتونی در گرد زن فرگشته ما را تهمت میزنی که خونشین میگوی مرد دستی کو ببرو اگه جهاد کو ببرو اگه هم طالبان را کو اگه حمله که بسر شو ببرو کو هم طالبان را توحید درس میدی اگر تو یار اجازه بدی همین سوالت جواب بگم ای انسان خب کنه عدالت مراعات بکنی
یک ساعت صحبت میکنی عدالت خود مراعات بکنی اجازه بدی برای من صحبت بکنم سوال جواب در کجا سوال اولا در کجا ابو محمد این کار کرده زیاده بسم الله خیلی برو خوب من جواب میگم برات من این را برات گفتم در ابتدا به ابو عبدالرحمن هم سوال دادم که طایفه منصوره در اینمی زمان مجاهدین هستند که در راه الله به خاطر طایفه منصوره تو بیار دلیل بیار که کجا گفته شیخ ابو محمد یه دقیقه برادر الله اسکن طایفه منصوره تو نمیدونی طایفه منصوره اول لا اله الا الله را میدونن اصل دین میدونن تو نمیدونی تکفیر میدونن مناط تکفیر میدونن کی کافره کی مسلمانه میدونن تو نمیدونی را تو طایفه منصوره نیستی تو از همون ترامپیا هستی طایفه ترامپیا هستی تو از ترامپ هستی که از گپای تو همین است تو ما نمیدونم مالی که با کی نسبت میتی با کدام جماعت که از زبانی تو برآمده است که من در خدمت ترامپ هستم برای چی بر موحدین اصلی زده است با مسلمانای حقیقی زده است تو رو کسی با کفر دعوت نکرده با شرک دعوت نکرده است ما فقط چیکار کردیم الله رو بشناسه الله رو عبادت کنی دین تو بشناسه دین تو درست عمل کنی پیامبر سلام بشناسه با او مطابقت که از او پیروی درست کنی همین چیز رو ما است اینا فقط ترامپیا را زور میاد فقط صوفیا را فقط طالبان شما از همون هست فرق ناجا و منصوره نبست سوال همین است در کجا ابو محمد منکری جهاد شده از یاد این کار کرده است انا امیر بگو تو را چی طایفه منصوره ای از زبان ما شایدگی تو نمیفهمی لازم بگو که در جا ما هستمی کوبیاب خانش امر نمیفهمی جاهله که احمق سوال با تو در کجا شیخ ابو محمد حفظه الله منکری جهاد شده است دلیل قطعی گپ زد ای هوا ای گپا را میاد پیش هم طالبانی برادرات گفته خود گپ میزنی در پیش هم قومات و همون قبر پرستا قد گپ میزنی اینجا اومدید با دلیل با حجت برهان قد بسم الله درست از جوان گفته که طایفه منصوره کجا قتال و جهاد را ابو محمد مدنی این کار کرده سوال اول تامین بود درست ببینیم دوست عزیز منصوره چی به دخت داره ده انسان طایفه منصوره چی دخت داره سوال عادی سوال تو عادی چوب شد تو چوب شد تو خب فرار کردی از گفتگو با من تو چوب شد تو سوالات مرا جواب نگفتی یعنی تو چوب شد تو چوب درست گپ زن با برادرو سوال جواب ته گپ زیاد نکن تو چوب شد برو تو چوب شد یک دفعه باش من امیر جواب بگم باش خیر تو چوب شد درست گپ زن حیوان صفت سوال جواب ته با برادرو درست گپ زن سوال فقط سوال جواب ته در کجا این کار کرده شیخ ابو محمد تمام خب درست میگم که در کجا این کار کرده ببین تو ابو محمد مدنی در همون صوتی 43 دقیقه‌ای که در مورد قتال مجاهدین با کفار گفتگو کرده بود ابو محمد مدنی کاملا عمل اینها را انکار کرده بود گفته بود که اینها کجا دلیل بیار که در کجا این کار کرده جهاد بالعموم گفته باشه که جهاد منکر است بیار بسم الله فقط بیار درسته از عقل خود گپ نزن سعیکو برات میارم دلیل گوش کن همین که عملی مجاهدین را انکار کرد و سخنی پوچی تو برای ما لازم نیست سخنی پوچی بیهوده تو لازم نیست بیار اینجا درس بیار که در کجا گفته است بیار صوت بیار صوت احمق جاهل تو یک جاهل صوت بیار صوت بیار صوت بیار بسو گپ نزن ولی یکی گم میزنین یا که کل چی رقم مردم دانست شما کل میانه بچه خب گوش که تو گفته که همینی که ابو محمد قطعی صحبت کرده بحثی که صحبت کردن بحث و مناظره کردن در همین گرفته می شود که گویا که ابو محمد منکر جهاد شده که انکار کرد جهاد را ای احمق خوارج کم فهم رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که اسامه انسان را که لا اله الا الله گفت کشتش همین عمل را پیغمبر هم گفته قلبی خبردار نبودی یعنی انکارش کرده میشه میرم اسامه مجاهد بود صحابه بود پیغمبر هم انکارش کرد عملی نادرست شد همین گناه خالد ابن ولید وقتی که یک گروه چهار در وقت جهاد خلاصه شد بگیم وقتی گفت که شما مقصد که تسلیم شه و ها گفتن که ما تسلیم بلکه تصدیق میکنیم هر شی است یا که اقرار میکنیم همین معنی اصلیش اگر چه لغت دیگر باشد لیکن معنیش همون تسلیم شدن است خالد اونها را زد و یعنی که رسول الله همین را منع کرد از عمل امین چی گفت او الله مرا به همین هر یک عمل خیری که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله میشه هم باشد از پیغمبر تعلیم باشد به پیغمبر میرود اجر ثوابش به خاطر تعلیم دادنش و از همین بیزاری اعلان کرد مرا بر همین چیز خوش نکرد به همین عملی که خالد بن ولید پس با گفته توی احمق آیا پیغمبر صلی الله علیه و آله منکر جهاد شد
وقت یک عمل نادرست دیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقت جهادی حمله میکنی، هجوم میکنی، زنهایی که به عیب، زنها و کودک ها و مسافدا و حتی دیگر کسایی که چی هستند در وقت قتال و دیگر جزا من جنس عمل دیگر است، در وقت جهاد هجوم همین ها را پیغمبر مثلا منع کرده است. حدیث صحیح بخاری است که شیخ ابو محمد هم آورد، شما خوب است جواب دادن نتونید. همین گونه امام شافعی رحمه الله اجماع را میارد که با اجماع حدیث هم میارد، آیت هم میارد، بعد اجماع را میارد که در همین چیز اجماع است که زن و کودک مسافدا را در وقت جهادی که به هجوم میرد کشتنش حرام است، مگر مسئله خودت میگوی قصاص و مسئله جزا من جنس عمل استثنا میشود. این را با هر یک وقتی خودش از مسئله مصلحه و مفسده نظر کرده میشه. هر عملی باشه بغیر اصل دین کور به طاغوت اینها دیگر را مسئله مفسده و مصلحه دارد. شما پکرهای کم فهمون نمیفهمید. سوال من همین، آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم کشتن زنها و کودکان را منع کرد در وقت حمله کردن، هجوم کردن؟ یکم، آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم منکر جهاد شد؟ پس با عقیده تو پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم کافر است، اعوذ بالله؟ یا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم همین گناه خرید ولید رو عمل شه انکار کرد، از همون یعنی که به طریق آسان بگیم از همون چیزی همون بیزاری کرد، یعنی که گفت همین رو به من نسبت به خودش نداد، پیش الله حتی دعا کرد که الله همین عمل رو یعنی که به همین مرا کش نکن. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم خالد ولید موحد با گفته مجاهد نبود، مجاهد بود، امیر بود. حتی آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم منکر شد از همین؟ ای بیچاره، یک عملی بدی که مجاهد کرد یا اینکه جای نادرست کرد یا که مفسده و مصلحت را نظر نکرد، یک از نصیحتش کرد، چه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نصیحت کرده به صحابه را که انکار کرد، آیا به همین چیز منکر جهاد میشه؟ ای بیچاره کم فهم، میگم شما نمیفهمید، نه شرط نه جهاد میفهمید، نه شروط جهاد میفهمید. سلف میگفت که اگر جهاد رفت و بدون شرط و شروط شود از فایدهش در زیانش بسیار می شود. اگر شما میگه که پس منکر است، پس سلف باید بگید، سلف باید بگید که منکر شده. برای چی؟ برای شرط و شروط جهاد سلف از قرآن و سنت گرفته بیان کرده است، تو قبولش نداری. تو میفرد که تو وطن پرستی، ملت پرست، مردمی خود در پیش افغانا شیشته، در خدمت طالبان شیشته، ایخونت برمای سای مردمی بیچاره بی سواد فریب کرده و بری در تو اگر راست میگوی صادق میگوی چرا با طالبان نمیزنی؟ چرا با طالبان بحث چی نمیکنی؟ عقلا دعوت چوک یا که جهاد کو چرا نمیکنی؟ برآمده درجه مردمی بیچاره را سرش و گرم کرده، همه چیز گرد وات کرده. سوال من باز یه رسول الله صلی الله علیه و سلم با انکار کردن عمل هایی که غیر شرعی بود آیا منکر شد؟ بسم الله جواب دیگه گپی زیاد ندارم. خب جوان میگی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به انکار عملی که مثلا عملی مخالف اسلام بود یا مخالف چیز بود انکار کرد، عمل صحابه را خلاصه مخالف آنچه بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم با او بود انکار کرد عمل صحابه را، آیا صحابه یا پیامبر منکر جهاد شد؟ ببینیم دوست عزیزی که انکار کردن و بیان حق هست و یکی هم چیز کاملا انکار کردن و مخالفت و موقف گرفتن هست بر علیه یک عملی که صورت میگیره. نکن کاملا در کجا ابو محمد مدنی جهاد انکار کرد؟ ببینید همین ابو محمد مدنی ما وقتی که میگیم که به خاطر قصاص شما ابو محمد مدنی و برادراش به خاطر فرقتون استفاده کرده نمیتونید. دوسته جاهله که یک ورق کتاب خوندگی نیست. خبیث من سوال از تو دارم. درست از من سوال نمیکنی، سوال به جواب میدی. تو حاضر خودت گفتی که اگر اجازه بدی سوال جواب بدم. نه اجازه میدی سوال جواب بدم. چی رقم زمان گوش بکن. زندیق حاضر برادران خودتون گوش کردید که اگر با یک جز مخالفت بودن یا انکار کردن، این جهاد را انکار کردن نیست. همین خیلی از گفته تو میبرد که ابو محمد مدنی هم انکار نکرد از جهاد را، برای اون که یک عملی که شما کرده، در حالی که ابو محمد مدنی اونجا فقط عموم گپ زده است. فهمیدی؟ شرمنده خودت به زبانت گفته شده که من بغیر حق ابو محمد مدنی رو تکفیر کردم. توبه میکنی؟ کن توبه میکنی؟ چه خیلی میشد که تو ما رو کافر میگی، با میگی که دوستی عزیز. الله مستعان. توبه بکن. انا میگه یک توبه کرده رفتم. شیخ شاگردای فاتحن یا ملحدین دوستی عزیز میگویند که با ملحدین دوستی عزیز من
یا در آداب هم قبول کردگیان که ملحدین اتیسا را یهود و نصارا را صوفیا را دوست برادر میگویند حضورش میتن که اهل سنت را خوارج گفته. این همین دوستای یاقوت هستند. یکم دیمش که همین سوال جواب نداد. آیا یک از حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله منهج عموم گفت که در عموم در وقت حمله هجوم اجازت نیست، حرام است زن کودک کسایی که گناه نداره که گناه مثلا من که در جنگ خوش نیستند یعنی که نمیبرند مقابل جنگ نمیکنند. آیا که در مثلا آیت است واسه اگر گپ زنی آیت میارم که در پیشینی هم خیلی بر بخونش بر آیت تفسیرش که تمام از تبرانی سر کرده تو تمام علما را همین گپا را و حدیث امام بخاری میارن که اگر رفت و یک کس منهج پیغمبر صلی الله علیه و آله عموم شه. من یک برای امجا میگم اضافه یعنی نگاه که رسول الله صلی الله علیه و آله در من همین آسان هر روز میگم که برای کم فهمو باید چیز نفهمن خیلی نمیفهمم. مثال در منهج عمومی پیغمبر صلی الله علیه و آله پیغمبر هیچ معنا نمیگم من برای لعنت کردن که برای دشنام کردن چی شدگیم فرستاده شدم یعنی که من باید همین عمل رو برای خودم همه وقت کرده بگردم، بلکه میگم من برای این نام که مسلمان برای لعنت و دشنام نیست. اما در جایی که کافران لعنت کرد الله و پیغمبر لعنت کرد، در جایی که منافقین لعنت کرد لعنت کرد، کذابین حتی چند تا پاکی 20 چند فایزی که لعنت شده است یا که جای خوارج سگای جهنم گفت کلاب و نار گفته یعنی هم دشنام است. پس یک کس ببراید بگه که منهج عمومی پیغمبر صلی الله علیه و آله همین بود که دشنام و لعنت نمیکردن، اما در جایی که هست بله کردن و گفتن که او سگای جهنم خوارجی نگفتن او برای اولاد پدر تا بگذاریم ملت پرستارا رنگ شما قوم پرستارا او کسایی که قوم پرستی میکنه برای اولاد پدر تا بگذاری. خب همین برای تو هست امر است برای بگذار برای که تو ملت پرست هستی. یک بار میگم رفته اولاد پدر تا بگذاری قوم پرست به خاطری که قوم اختا صوفیش هم رد نمیزنی اوزیش هم رد نمیزنی خبر رفته سعی. بعد این یک کس برآمد درس کرد حدیثایی که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که در عموم مسلمان باید لعنت نکنه دشنام نکنه که رسول الله صلی الله علیه و آله خودش دشنام لعنت برای خودش جایز نمیدونست. اما حالتهای در خصوص در بعض مسائل خاصی که کسایی که کذاب هستن لعنت الله علی الکاذبین یا اینکه دیگر منافقین در وقت چی کردش لعنت کرد و حتی بعضی سلف میورن که در آخر رمضان لعنت میکردن رسول الله صلی الله علیه و آله که صحابه دیگر حالتهای خاص ده این چیز جایز و سنت از سنت فعلی و تقریری و بالاخره قولی رسول الله صلی الله علیه و آله دیده میشود. پس اگر یک کس بگه که انا اینجا پیغمبر هم در عموم من کرده است لعنت و دشنام، لیکن تو بگو که انا حدیث آمدگی است که انا آیت آمده است که الله کافرون منافقان لعنت کرده است، انا در جا خوارجی را کلاب نار گفته است، دو جا دیگر لعنت گفته است، انا تو منکر شدی میشوه منکری این حدیث ها و منکری دیگر میشه. نه واقعی شما منهج عمومی پیغمبر صلی الله علیه و آله نمیفهمید، کم فهمید، آیات های عام از خاص فرق نمیکنید. برای همین شما همین خیلی به احمقی جاهل که هستید گویا که در اینجا ما منکری جهاد هستیم. ای خبیثات در پیش ما منکری جهاد خودش کافره. شما میفهمید چی گفته است؟ شما گویا که ما یکی از فرضایی که یک جهادی که قلعه بلندترین است، اما ما این کار کرده باشیم جهاد با خودش شرط دارد شروط دارد اینجا مفسده و مصلحه و ایرا علما و اهل علم و مجاهدین اساسی کار میبرند، نه توی احمقی جاهلی که نمیدونی در پیش سلف تکفیر چی بود با چی دلیل تکفیر میکنند. مسئله فروع از اصل دید تو باید خب کنی سرت خم رفته توحید از خود کنی. سوال با تو آیا در منهج عموم پیغمبر سیستم کشتن زنها کودکها جایز بود؟ نه. اگر بگوی که نه پس کسی همین را گفت آیا ممکنی جهاد میشود؟ اگر بگوی که بله این مسئله که برعکس را بگوی پس حدیث های آیت ها و حدیث ها را در این مسئله چکار کنیم؟ کو جواب تیا که کجا شدی؟ خب ببینیم جناب هستم. ببین دوست عزیزم گفتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آیا در منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم عموما انکار کشتن زنان و اطفال هست؟ یعنی امی سوال کردی درست. ببینیم دوست عزیز در منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم به طور عموم در هر حالت هم کشتن زنان و اطفال جواز نداره و به طور مطلق هم ماشاءالله بس الان جا بس یک کس همین گپ بگه منکر جهاد میشود.
ها اگر یک کس اینجا همین حدیث تفصیلات را داره، اینجا بگوید تفصیلات داره. به طور خب مطلق بفرمایید. نمیشه گفت که به طور مطلق نمیشه. گوش که مرا گوش که یک دفعه اجازه بدید ما گپ تمام کنم بعد بتون نقد بکن. خواهش تمام میکنم تمام. یک دقیقه خب برای من اجازه بده. سیکو خب اینجا تفصیلات داره. به طور مطلق نمیشه گفت که در منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم کشتن زنان و اطفال به طور مطلق حرام است، چرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث صحیح است در بعضی اوقات در حالت شبیه خون حدیث ذکر بکن، حدیث ذکر بکن، به دلیل کار نزن. ذکر بکن حدیث شیخ نام ابو کتاب عبدالرحمن خودش جواب داد. یک دقیقه الله شما را حفظ کند. حاضر خودش جواب خودش قول چکن بفرمایید. درست است. باش یکی از جمله حالاتی که کشتن زنان و اطفال مشرکین جایز است حالت شبیخون است. حدیث صحیح است، حدیث صحیح البخاری هست، حدیث شماره 1745 که پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه شما از موضوع بیرون. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقتی حمله کردن هجوم کردن منع کرده بودن یعنی زنها و کودکان رو یا نه کشتن شد؟ گفتم هجوم از خود حالات داره. یکی هجومی است که حالت شبیخون است، منع یعنی منع شدن از او حالت امکان نداره، و یکی هم حالتی هست که حالت عادی هست میشه انسان منع کرد خود را و میتونه که از خلاصه کشتن زنان و اطفال کفار دوری شد. در حالتی که امکان داشته باشه که مجاهد خود را از کشتن زنان و اطفال کفار دور نگه بداره، در این حالت حرام است که کشته شود. ماشاءالله تمام. من همین جواب ما گرفتم در همین یک موضوع. پس اگر همین را شیخ ابو محمد صحبت کرد، حدیث ها را آورد، آیت آورد، قول سلف آورد، پس منکر نمیشه. دم است. باش حالا من میگم که چگونه این کار کرده. باش ببینیم ابو محمد مدنی. نه سوال همین است. اگر یک کس بر آمد حدیثایی که در وقت توانایی دارد بگذار این کم تا شرط و شروط از خود گذاشتی اگرچه خیر است ان الله. اگر یک مجاهد یعنی که یک گروه انسان ها میتونند که هجوم کنند به یک جا جهاد اما حال میتونند که اونها همین رو با خبیث‌ترین برای اون کسایی که لشکر طاغوت هستند طاغوتا کنند، لیکن آمده به کودکا و به زنها میکنند. میتونن توانایی دارن لیکن میروند کودکا و زنها رو میکشند، بیگناه رو میکشند. آیا همین رو تو انکار کردی همین انکار جهاد میشود؟ گفتم ما برات که باز حالا برات تفصیل بتم همین سخنانی ابو محمد مدنی نه تفصیل نتی، تو تفصیل از خودت نتی. تو اگر بگم که تفصیل کی گفته است آوردن نمیتونی. کو یک عالم ما برات گفتم که کشتن زنان و اطفال کفار پیامبر صلی الله علیه و سلم بر حالت عادی که امکانش هست که از اونها بازی ساد منع کرده، ولی در بعضی حالات همین گپ در کار است که ما میگوییم که وقتی هجوم میکنی یک باره توانایی دارن و چرا توان نداره؟ چرا قدر خوب بسا و لشکرا موندگی ترای کودکا و زنکا را بزنی؟ من اكو یک جای خاص نمیگم یک جماعت خاص عموم گپ زدم. همین را تو ببرمدی گپ زدی بگوی که ما نصیحت میکنیم خیر برادرای مجاهد یا که کسی هستن دیگر هستن از الله بترسید، با زنها و با کودکای بیگناه یک باره هجوم نکنید، یا که عموما هیچ کار نگوی همین رو درس کنی بگوی که همین فتنه شده سوال شده سرسو همین رو درس کنی. آیا ممکنه جهاد میشه؟ نه اینجا انکار جهاد نیست، اما ابو محمد مدنی کاش که این کار انجام میداد. ابو محمد در کجا ابو محمد مدنی گوش که ابو محمد غیر دیگه چی گفت؟ گوش که قسم ترى به الله قسم ابو محمد مدنی به عنوان خیرخواهی و مصلحت آمد گفت که برادران مجاهد می کاردان خطا هست اشتباه هست. اول که نامیش را نگرفته قسم به الله عظیم گوش ابو محمد ابو محمد از چنگیز هم جواب میتیم. ابو محمد نام یگان جماعت هم نگرفت یگان مجاهد هم نگرفت. ما حالا منم در این خود هستم که همین ها رو شما نکردگی برای چی رو امریکا خبر برآورد این کار امریکا بود یا که دیگر بود والله عالم، لیکن ما ایرا به شما با یگان کس نسبت ندادیم. نگفتیم که یگان جماعت کرده همین جماعت چنگیزیه. ایگه پیش کنه گفت شما کم فهمو تعلیم گرفته ترامپو هم خیلی میفهمی. اخی شیخ اهلا وسهلا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر عزام حفظك الله ورعاك وبارك الله فيك. الله شموره برادر شیخ ابو عبدالرحمن حفظه الله همه شما رو برکه بیجد. من البته که خیلی از سخنهای شما اینجا گوش کرده ایستادم استفاده بردم البته و از این سخنی کسانی که ادب ندارند البته انسان کمی تعجب میکند و متاسف هم میشود که چرا اینقدر بی ادب هستند، چرا تربیه ندارند، سببش چی است؟ البته اینها یک نفر دو نفر نه، یک ایده هستند که در حقیقت به مریضی بی ادبی، به مریضی ناآدمی، به مریضی یک
عجیب گرفتار هستند والله اعلم که از یک جانب دعوای توحید میکنند، از جانب دیگر ان همون توحیدی که دعوا میکنند کاملا جاهلند. جاهل به درجه به تمام معنای کلمه جهل. از جانب دیگر دعوای ادب میکنند. خیر خودی مردم 80 نفر شما دیده ایستادید که چه ادب دارد. مشایخ را ای کافر، ای منافق، ای زندیق گفته صحبت میکند. بعد از یک دقیقه دوست عزیزم میگه. من به ادب اینها در حیرتم که این چگونه ادب است، چگونه ادب است که یک نفر رو کافر بگویی و زندیق و منافق و همون وقت با دوست عزیزم بگویی. هر باره که غضبش می آید از غضب فقط تکفیر میکنه. هر باره که کمی خودش رو خوب حس میکند دوستی عزیزم میگه. این چی ادب است؟ این مگر مریضی روانی نیست؟ بله، عیناً همین مریضی روانی رو امام اینا 4-5 نفر از جهلا هستند. اینها یکی از اونها ابو محمد سعید الافغانی است که اونم مریض روانی است. این هم یک ابن تیمیه خراسانی هم روانی ها هستند. یک چند نفر از جای دیگر، از طرف دیگر دعوای سبحان الله علم میکند. حالا توحید ندونسته دعوای علم میکند. دعوای علم کردنش همین است که به مسئله جهاد نازکی‌هاش داخل میشه. چنان قومگرا هستند، چنان قوم خود را به سر خود طاغوت گرفتند که احکام رب را، احکام الله را فراموش کردند، در اساس احکام نشان داده قوم خود می روند. این متهم ها در بین خودشان بنده را تهمت کردند که گویا من گفته باشم که جهاد نیست. الا لعنت الله علی الکاذبین، الله لعنت کند کاذبین را. جهاد در قرآن آمده، در سنت آمده است. ولی آیا هر کسی که هر کاری که کرد این را جهاد گفته می شود؟ آیا همچنین است جهاد؟ نه. خوب اینها موضوع جهاد را کشودند. البته ما در موضوع جهاد صحبت میکنیم تا که جهاد را فهمند که مردم این جهاد معنوش نیست که هر کسی براید و یک جا را کار کند، یک جا را یک مسلمان را کشد. اگر مثلا خیلی که اینها میگن جهادی همین جوانهایی که گمراه هستن میگن جهاد ما همین است که شما را کشیم، یعنی مسلمان ما موحدها را اینو میکشیم. همین جهاد میگفت. سبحان الله. برادر عزیزم یک مثال عادی، خودی همین ها طالبان قبول ندارد. بله، طالبان میگوید که ما 40 سال از جهاد میکنیم. طالبان میگوید که ما جهاد میکنیم، اینها میگوید که نه تو کافری. این چی را دلالت میکرد؟ از این میبرد که اینها جهاد انکار کرد. آدم اگر عقلش نباشد، یک احمق باشد، شاید هم خیلی فکر کنه، لیکن میگوید که شاید نه انکار نکرد، اما خطاگی بودن اونها را فهمید. امروز جماعت هایی که خیلی به نام های گوناگون دعوای جهاد میکنند کم نیستند. مثلا انمون حزب الله والعزة الرافضی خبیث در لبنان اعلان جهاد میکند. مثلا طالبان اعلان جهاد میکند، القاعده اعلان جهاد میکند، انصار الله تاجیک اعلان جهاد میکند، به نام دولت اسلامی که داعش که مشهور است اعلان جهاد میکند. در امروز جماعت هایی که در طرف های سوریه است چقدر است، چند است، والله اعلم، همیشه اعلان جهاد میکنند. دموکراتی های حزبی ها امروز به خاطر کرسی شده، کرسی که گرفته نمیتوانند، میخوان که به واسطه اعلان جهاد گیرند. مثلا همه اعلان جهاد میکنند. اما
جهادی که الله راضی هست وای کدام جهاد است؟ انا اینو باید فهمید. هر خون ریزانی را بعضی ها فکر میکنن که جهاد است. این خیلی نیست. این خیلی نیست. یک ترتیب و نظام و تنظیم و شرایط و حالت و مفسده و مصلحه و همین حالت های خودش دارد، نقطه های خودش دارد. حالت های ضعیف بودن دیگر است، حالت های قوی بودن دیگر است و این مسئله ها را با علما، امیرها، علمای ربانی حل میکنن، نه چوجه ها، نه احمقچه ها. اگر والله یک حکومت مسلمانی باشد جزای انمین کودکا چی است؟ انمین کودکای جزاش، انمین خوبسای تکفیری های جزاش چی باید؟ اینا برده حبس کردن در کار هم میشه. اینها یک تا به یک تا درون تورمنده، درون حبسنده. آداب، اخلاق، توحید تعلیم دادن در کار که ای انسان، ای دهقان، ای جاهل، پیش از همه ای جاهل، تو حق نداری که در مسائل بزرگ اسلام گپ زنی. و تو لا اله الا الله نمیفهمی. تو را کیمان این خیلی گپ زدن؟ تمام علمای امت تکفیر میکنن، تمام طالب علمای امت تکفیر میکنن و بعد از این حکم بزرگترین که حتی علما در وقت گپ زدنش احتیاط میکنن، اینها به یگان گپ میزنن، پروای یک خونی مسلمان ندارد. باور کنید غمی یک عذاب مسلمان نمیخورد. و بسیاری اینها همین بچه‌هایی که حاضر فتنه کرده استن جهاد جهاد میگه، بسیاریش در درون خانه است، در زیر یا حکم طالب گریخته میگردد، یا طالب دوستی شده است، یا در ترکیه هست، خودش در همین کوچه ها مثل بشریش انا همون چلینی اون میگردد. لیکن میبرد یک وایمه میکند که مشکلی جوانهای تاجیک چی است؟ مشکلی جوانهای تاجیک این است که از سبب ظلمی که او در کشورش دید، در روس دید، از سبب تحقیری که در کشورش دید، در روس دید، از سبب بی آبرویی که در کشورش و در روس دید، غیرت جوانیش بلند می شود، عصبانی می شود. اما بیچاره عقیده را هم اینقدر درست نمی فهمد، علم ندارد و همون در درونش عصبانیتی بودش رو فرقی ندارد، در کجای قوت صرف کرده می خواهد. سبحان الله، بسیاری بی علم ها فرق ندارد که او جهاد حق است یا باطل. حتی اگر انا همون رافضه ها یگان جنگ کنند، بینید که در همونجا شاید از این مردم جوان های جاهل هست. برای اینکه بعضی گفتم که جاهل ها نمیفهمد. جاهل ها همه نمودی جنگ خوب حس میکند، همه نمودی جنگ جهاد حس میکند. این خیلی نیست. پیامبر را پرسیدند که جهادی که در راه الله چیست؟ آیا همه وقت جهاد همون با کدام نیت باشد جهاد گفته میشد؟ نه، گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. کلمت الله باشد، به خاطر لا اله الا الله باشد. اگر این کار به خاطر لا اله الا الله باشد، همون کسانی که دعوای جهاد میکنند آیا دعوت لا اله الا الله رو پیشش رو گرفتن میخواهند؟ آیا یکم کارشون رو از کشتن و تهدید طالب علم اهل سنت شروع میکنند؟ اگر مقصد اینها لا اله الا الله باشد، همونت لا اله الا الله را فقط به جنگ نه او به علم هم پیش میبرند. همون طائفه منصوره رو سلف صالح گفتند که احمد ابن حنبل و غیره، اینها اهل حدیث هستند. اینها کسانی هستند که دین را از شبهات حمایت میکنند. ضرر شبهه بر دین از ضرر بعضی از این لشکرها دیده سخت‌تر است. خیلی که خود شما دیدید که امت چی پراکنده کرده است؟ همین شبهات، عقیده های باطل و غیره. ما به توحید دعوت میکنیم، اینها ما را تهدید میکنن. مثلا میگید که اینها کیها شروع کرده بودند لیکن شما بیخبر بودید.
این بیادب‌های قومپرست از افغانستان در تیک توک مشهور هستند. این خانچه هایشون در تیک توک است، مرخانه هایشون در اونجا رسمی بعضی از علما و نام مرا هم نوشته چی حکم گذاشته بودند؟ زنهای ریشدار، یعنی علما و طالب علم هایی که انا همین روز دعوت کرده ایستاده است، اینها زنهای ریشدار بوده است. قسمش میگه که شما زن ریشدار، قسم دیگرش میگه که شما کافر. میگه از اینا سوال میکنی چرا من زن ریشدار، چرا من کافر؟ میگه که برای که تو به نزد ما نآمدی، برای که تو به ما بیعت نکردی، برای که تو گفتی ما رو نمیکنی، تو باید بیایی صف اول برای شهید شوی، باید همین کاری ما گفتگی کنی. اگر شما کاری اینها گفتگی را نکردید، صف اینها به نرفتید، صف اول بشده یگون کار نکردید، اینها میگفتند که تو زن ریشدار، تو کافر. امروز عقیده نو برآمده است، تو را کافر نگفته هم کافر. آخر ما طالب علم همون چیزی که در قرآن است، در سنت است گفته ایستادیم. تو دیگر کار نداری، تو دیگر کار نداری، کارت کن. اینقدر دعوا میکنی که این میکنم آن میکنم، آخر خودت گرد چورت خوب کن. اگر میکرده باشی از آسمانی بلند گپ میزند خیلی سخنهای وزمین، و بعد از این حجت که ندارند. این جوانها که به خاطر منهجشون، به خاطر یک جماعت هر کسی رو خواهند تکفیر میکنند، این جوانها علم ندارند. به سبب علم نبودن از سخنهای اینها، از عملهای اینها غیر از مفسده دیگر چیزی نبرآمده ایستاده است. البته اینها علم ندارند، نمیفهمند که هر یک سخن اینها بر ضرر خودشون است. هر بی‌ادبی اینها به ضرر خودشون است. هر تکفیر اینها که علما و طالب علم ها را بر دروغ میکنند، والله بر دروغ تهمت میکنند، بر ضرر خودشون است. هر تهدیدی که ما میکشیم، کلت میبریم، کردی کنکت میبریم، از پشت میبریم، از پیش میبریم، اول دستت میبریم، بعد پات میبریم، بعد بینیت میبریم، میگوید این همه اش ضرر به خودشون است. چهره خودشون سیاه میکند، مردم خودشون میشناسند. آدمی که عقل دارد، آدمی که حکمت دارد، این گپ ها را نمیگوید. آدمی که دلش به اسلام میسوزد، آدمی که دلش به قرآن و سنت میسوزد، به منهج میسوزد، این گپ مراد هم هیچ وقت نمیگوید. لیکن اینها غیر از خودشون دیگر هیچ کس به نمیسوزد دلش. و عجایبات کار همین است که همین جوان ها، همین 4-5 جوان افغانی و غیره، خودشون در اروپا، بعضش در امریکا، بعضش در ترکیه گشته است. اینا خودش در اروپا و امریکا است. مشکلی در همینجا است. شما فکر نکنید که اینا در یگان جایی چی است. در هیچ جا هم نیست. یا در زیر طالبان است، طالبان بینه چرقت زده سلام داده میگردد، هیچی گفته نمیتواند به طالبان. یا در ترکیه یا در اروپا یا در امریکا است، دیگر هیچ چیزی نیست. یا بعضی از جوان بچهای تاجیکی در درون یگان خانه هستند، در درون همون خانه غیر از تکفیر طالب علم علما دیگر چیزی ندارند. اگر تکفیرشون کمی به حق نزدیک باشد که میگید خیر این جوان ها حق خواه هستند، یک مسئله رو ظاهر دیدند و نفهمیدند، تکفیر کردند، حق خواه بودند و خطا کردند میگید. لیکن افسوس که برادران و خواهران عزیز، من کانال اینها رو دیدم، نوشته است که ابو محمد یکچند کفر دارد. یکم کفرش وطنی هست میگید. وطنی یعنی من طرفداری حکومتی تاجیکستان، طرفداری یعنی حکومت باشم. یک. دوم پوتینی میگه. پوتینی یعنی گویا من آدم پوتین، اعوذ بالله، من هم پوتین هم حکومتی نیش هر دوش توف کردم و کافر میدونم و این همه میدونم. لیکن مقصدی من چیست؟ اینها وقتی که غضبشون می آید شرم ندارند، مردگری ندارند، جوانگری ندارند، یگان دایره ندارند، هیچ چیزی ندارند. بعد از این کسی دیگرش میگه
ابو محمد کافر است. برای چی؟ برای اینکه جهاد رو بالکل انکار کرد. الله لعنت کند انکار کنندگان جهاد را و الله لعنت کند دروغ گویندگان کذاب را. جهاد در قرآن آمده است، در سنت آمده است، هیچ کسی این انکار کرده نمیتواند. ما یک عمل جاهلانه شما را انکار کردیم. ما یک عمل جاهلانه شما را انکار کردیم که ضررش، عاقبت ضررش به همون کاری که کردید به مسلمان های همون منطقه آمد. ما باز سوال میکنیم آیا از نظر شریعت درست است که شما ما قصاص میگیریم گویا دو یک عمل را کنید که او شما زده ها خیزند و مسلمان ها را تار مار کنند، مسلمان ها را پراکنده کنند، میده کنند، ریزه کنند، چاش و پاش کنند، نه زنی مسلمان نه مرد مسلمان نماند. این عمل کی به شما جایز گفت؟ وقتی که یک عمل شما را کسی یک کاری از نظر مصلحه و مفسده خطا کرده شما را کس خطا میگه، این کار قرآن و سنت نیست. این کار اگر شما را گفته باشد به شما ربط دارد. حالا که در مسئله مسکوه من باور ندارم، باور بکنید تا به حال، این یک فکر شخصی من است، من تا به حال باور ندارم که همون مسکوه را یگان کسی از زمین ها کرده باشد. برای چی؟ برای که من باوری ندارم که مسلمان یک این کار کند و امریکا یک ماه پیش خبردار شود. امریکا یک ماه پیش خبردار شد، یا اقلا 2 هفته 3 هفته پیش خبردار شد. امریکا در تمام اینترنت برآمد، صفحه ها برآمد، لیکن افسوس که اینا خونده نمیتونن. ا ب و گ گفته تو میخونن که 2 ماه میگذرد دو جمله را. جوهلا غیر از دشنام تکفیر دیگر چیزی ندارد. امریکا به روسیه خبر داد که احتیاط شب فلان فلان روزها در مثلا روسیه یگان حادثه شدنش ممکن است. حتی اروپایی حکومت ها و امریکا بسیار نماینده هایشون که در روسیه هست، اونها رو گفتن در مجلس های بزرگ، در نشست های بزرگ، در چانه‌بینی های بزرگ اشتراک نکنید. اروپایی ها قریب 20 روز پیش اصلا در یگان جماعت ها اشتراک نمیکردن. از کجا فهمید؟ بایدن از کجا فهمید؟ سوال با باید جواب دید. اگر شما این کار کرده باشید، در حقیقت شما به این سوال مسلمان ها جواب دید که بایدن از کجا فهمید. یا در بین شما هست آدمای او، یا او از کجا فهمید؟ دیگر سوال نیست. او اولیا نیست آخر بایدن. معلوم است که یک کافر است، فقط به واسطه جاسوس میفهمد. از کجا فهمید؟ وقتی که شما برآمدید و گفتید که این کار رو ما کردیم، وایمه کردید، نیم زایدی مسلمان ها در حیرت موندن. نیم زایدی مسلمان های روی دنیا در حیرت موندن که این جو بایدن 20 روز پیش گفته بود. این چه خیلی گپ است؟ از کجا اینو فهمیده شده است؟ همه کار چی به میفهمد؟ اینو چی به روسیه نفهمیده است و یا فهمیده است؟ این سوال های سوال عادی، یگان گپی زیادتی نیست. از همین جهت ما گفتیم این کار یک ساخته شده این و آن و غیره. السلام علیکم و رحمت الله. این مسئله بیا من جواب بدم. بعد از ممکنه اون نه عذر من صحبت دارم، ولی صحبت من دوام داره. نه به سوالتون میخواستم که جواب بدم. بعد از این ما در اونجا همون روزی که صحبت کردیم، ما نگفتیم که در اسلام جهاد نیست، در قرآن جهاد نیست. ما گفتیم که بعض حالت ها میشد که مسلمان ها در بعض حالت اجتهاد های خطا میکنند، وی بارهای خطا میکنند. اگر مسلمان ها کرده باشند همین کار خطا شد، برای آن که مصلحه باید مصلحه همه مسلمان ها نظر کرده میشد. برای چی؟ برای که همین کار سبب شد که ضررش خیلی هم زیاد
برای مسلمان ها، برای موحدین شد. آیا شما فکر میکنید که برای حکومت روس 100 نفر 50 نفر آدمش رفتن یگان کار بزرگ، یگان کار مهم، یگان واهم است؟ هیچ چیزی هم نیست. در اوکراین هر روز 1000 نفر 1500 نفر روس، لشکر روس مرده ایستاده است، پروا نداره. نیم روسیه رو آب گرفت، آب خیزی شد، صدها نفر مرد، هیچ پروا نداره. او 100 نفر 50 نفری که این کارها را کرد به اونها هیچ تأثیری ندارد، برعکس اینها از فرصت استفاده کردن. حالا حجاب منکنی در تاجیکستان شروع شده، حالا قانون رو آماده کرده ایستادن. در روسیه کمی نقاب بعضی پوشیده میشد، حجابی که خیلی حجابی الحمدلله شرعی هست، نقاب پوشی رو دارند نقشه کشیده ایستادن که من میکنن. بیهوده بسیار مسلمان هایی که عادی توحید رو میخوندند، آرام توحید رو خونده، آهسته تعلیم گرفته، به دعوت مشغول بودند، همه اونها رو به تهمت ها جمع کردند. اگر که حبس کنند و به تاجیکستان روان کنند هم یک خیر است والله علم، ولی آنها به جنگ ها برده کشته ایستادند تاجیک ها رو، یعنی مسلمان ها رو. ما تاجیک های مسلمان رو در نظر داریم. آخر همه اینا ما باید به نوبت گیریم. ما چرا به نوبت نگیریم؟ به نوبت میگیریم. ما مثل بعضی از علما نیستیم که به خاطر رضاگیتی شما شده خاموش هستیم. ما هر چیزی که در قرآن و سنت است میگوییم. جهاد این مالی، جهاد این یک عملی، یک عبادتی، یک طائفه، فقط یک فرقه نیست که چی کاری خواهد در بالای جهاد کند. کی گفت که جهاد از همون فرقه است؟ فقط همون فرقه چی کاری خواهد میکند؟ فقط انمون جماعت کارش حق است، چی کار خواهد میکند؟ خطاگی اصلا نمیکند و این جماعت معصوم است. کی گفته میگم؟ کدام جماعت معصوم است؟ دلیل بیار. لیکن ما میدانیم که این تاجیک بس ها تلبیس کن بدیم، بس تلبیس کن به جواب بدیم، بس دروغگو، بس مردم فریب کن، بس تو کی کذابی کن، بیا هستی؟ جواب بدیم. تو بیا من خودت جوابت اول بدم. معرفی کن. تو کی وی تو نومت نگو. من بیا ابو جوابت منذر بدم. ابو منذر بیا من ابو جوابت منذر، بدم. راب ابو منذر، تو بیا دیگران که بس من زیبا جوابت میکنی، بدم. فهمید به یا همین احمق؟ مسئله تو یک جاهل احمق. تو آیا از به فرق میکنی اومدی به من افغانی کرده گاب زنی؟ به نظرت من تو یگون اولی میگم تو غیر از همین افغانی کرده گاب زن تو دیگه چی داری؟ تو احمق، ای جاهل، ای بی ادب. غیر از تو هم چی داری؟ تو یکون سردار امت شدی؟ تو اکون قتل مسلمان و کافر گفتن مسلمان تو حکم میکنی؟ توف بر بالای تو شرمنده. جماعت میگه. جماعت اومده توپ کنه این احمق جاهل دست به غلطی دست. کیه خواهد کفر میگه. یک مراتبه بر اومده در حق قوم خودش صحبت نمیکرد. ما گفته بودیم که اینا قومگرا است. من به همین بچه‌ام پیشتر گفته بودم، پیشتر چند ماه پیش، می برای ضد ما دروغ میزنی، کذابانه میزنی، الله لعنت کند کذابین رو. آخر چرا از اون هم قوم های خودت که در تاجیکستان هزارها نفر جوانها رو گمراه کردن، یک تسجیل کرده، بزیب کرده، به یوتیوب نمیگذاری که من فلانی میشناسم، فلانی تاریخش فلان است، عقیدش این است، ای قوم من احتیاط باشید، این کافر است، به دلیل ضبط کرده نمیگذاری. تو اگر جماعتت به تو معقول باشد، جماعت تو را نابود کردگی ها انمون عقیده جهمیگی، انمون همون ابو مصعب قناعت، انوای ابو صهیب و دیگر و دیگرش، همون انمون کسای جماعت شما را ویران کرد که همین خیلی عقیده داشتن. یک کلمه به دهانش نمیگیرد، اما کای خواهد به ما زبان درازی میکند. نو انصاف کثیف خبیث متهم، الله لعنت کند این خوبسا را که من جهاد رفتم گفته، افغانستان رفته، درون کدام خانه به در اومده میشیند، بر روزش در درون خانه و در درون خانه کار بارش ما را تکفیر کردن. ما باشیم شب و روز در دفاع دین عقیدتا همین قرآن و سنت بیان میکنیم، اینا در درون خانه کدام نمیدونم کجا ما را تکفیر میکنن. شب و روز سرت میگیریم، میکشیم، کافری، اینیم، مرضی، کذابی. تو کی؟ تو نیک تو
این مجاهد شده است، این امیر شده است. آخر همین امیر شود، همین مجاهد شود، فقط مسلمان میکشد. این خیل نمیشد. اسلام این خیل نه. هر چیز جا دارد. هر کس جای خودش دارد. هر کس جای خودش دارد. هر کس به قدر خودش پاشه دراز میکند. هیچ کس حق نداده که 4 جاهل افغانی قومپرست خبیث، 4 جاهلی احمقی، نصفش قومپرست و نصفش جاهلی بی مدنیتی، بی علمی، بی توحیدی احمق، من جهاد کرده شدم، من مجاهدم، گفته کدام عالم خواهد تکفیر کند، کجا را خواهد کفاند، کی را خواهد کشد، کدام مسلمان خواهد حکم کشتن برارد و کی خواهد در حق کی خواهد دروغ گفت. اینها در حق من دروغ گفتند، برادرها به ما رسوندند. میگوید که جهاد چنگیزخانی گفت، فرقه را چنگیزخانی گفت. تو پای تو مکتب میونه را قلم خونده، بوزک جنگیلپا گفته که یک قصه را فهمیدگی هستی که همین 7 پسرچه دخترچه داشت، نومهاش ارلش و آمیخته نکرده، تو به نظر فهمیدگی نیستی. تو کار از همین کار عادی سر کن. اول یک افسانه فهم، همون افسانه درست فهم، پروتفی افسانه نگو. تو یک چیزی عادی را فهمیده نمیتوانی. این کوه سرخ است تو پشتش سیاه گویم، کوه سفید میگویی. تو آمدی دروغ راست در حق ما گپ میزنی. ما از عقل تو، از علم تو مگر بیخبر هستیم؟ تو را کی ماند به این کارها؟ کی ماند؟ مشکلی در همین جاست. مشکلی در همین جاست. مشکلی اساسی در همین جاست که یک عده از جوانهای به نهایت جاهل قوم پرست از افغانستان به وجود آمده که از جانب غلو کرده خوارج است و یک عده از تاجیک ها پیدا شده که اینها میگفتند که ما دولت اسلامی هستیم، ما از همین داعش هستیم، ما کی را کشیم ما حقیم، ما چی کار کنیم ما حقیم. شما یگان منهج دارید، کنین یگان امیر دارید که شما را یک بار نصیحتتون کند در بالای قرآن و سنت. اگه تو آمدی سخنگوی همین جماعت تو شدی، تو کی هستی؟ یک جاهل بیش نیستی. اگر کسی بحث کردنی باشد بیارد، یک عالم معروف شه بیارد. مرمت اینجا برادرها هستند، برادرها هستند که قطع شما صحبت میکنن. کی گفته است که تو روزی جماعت شما بود نبودن مگر نبود؟ یک خطاگی اینها را گویند ای خبیث، ای کافر، ای این میگد. گپی ما در مسئله سخنی ما در مسئله کفر ایمان برفته ایستاده است، در مسئله کفر به طاغوت برفته ایستاده است. پروا ندارد، پروا ندارد. غیر از جماعت دیگه هیچ چیزی ندارد. کفر به طاغوت، سخن درباره کفر به طاغوت رفته ایستاده است که عقیده نو به وجود آمد. عقیده نو محمد معروف راسخ و ابوالغریب، این دو نفر عقیده جدید، عقیده جهمیگی را داشتند، پیدا میکنند و منتشر کرده ایستادند و به سرشون خطاگی را نمیگیرند. سخن ظاهری که گفتند نه نگفتند، گفته ایستادند. گفتند باید توبه کنند. سخنشون نه اینجا گذاشتگی هستند، ببینید در گروه میگوید که هر کسی که در مسجد ها نماز میخواند، ابوالغریب میگه هر کسی که در مسجد ها نماز میخواند اینها ظاهرا مسلمان است، لیکن اینها کافر است. به سبب اون که میگه بر اینها کفر به طاغوت ندارد، برای کافر است. اینها رو ما موحد نمیگوییم، کافر میگوییم، ولی مسلمان مینامیم. این فانتاستیکه، این تناقضات، این شرمندگی از این انسان به وجود آمد. معروف راسخ هم همین سخن رو گفته بود. معروف راسخ همین سخن را گفته بود که ابوالغریب معروف راسخ را دفاع کرد. ابوالغریب گفت که معروف راسخ درست میگوید، بله اینها کافرند ولی مسلمان میگوییم. گفت ابوالغریب آشکارتر، زیباتر گفت. در 40 دقیقه معروف راسخ وقتی که سخن میکند در همینجا میگه که برادری ما ابوالغریب بنویت خوب مثلا سخن کردن، میگه ابوالغریب تاجیکی. و همین سخنی جهمیگی کفری ابوالغریب معروف راسخ تزکیه میدید. منهج نابود شده ایستاده است.
لا اله الا الله اینها بپا زده ایستادند. اما این 4 جوان ها میبرایند و بجای این که لااقل خاموش ایستند مانند که ما لا اله الا الله واضح کنیم، میبراید و به ما تهدید میکند، به ما را تکفیر میکند. او این مسئله به تو چی ربط دارد؟ تو به کار خودت باش. تو چرا اینجا میوی؟ تو نبیا به نزد ما. تو چرا اینجا اومدی؟ ای جوهلا چرا اومدید اینجا؟ نبیا اینجا. تو به کار خودت مشغول باش. رو شین آموز خون. من نمیدونم. من طالبین برادرهای ما در همین مسئله که جانب عقیدوی خطرناک است، من همون چیزی که خوندم بگویم که این خطا است، درست نیست. چرا تو میایی به خودت هر گجا به آمیخته میکنی؟ تو اهل هر گجا نیستی. اما بارک الله فیکم، انا همین است که قوم پرستو دیوانه شدند. قوم پرستویی که غیر از قوم خود دیگر جا را دیدن نمیخواهند، غیر از حفظ قوم خود دیگر جا را نمیخواهند، غیر از استفاده بردن تاجیک‌ها دیگر چیز را نمیخواهند، غیر از استفاده بردن مسلمانان تاجیکستان دیگر چیز را نمیخواهند، غیر از دیوانگی و روانی، غیر از اعوذ بالله بی ادبی و طعنه و تکفیر هیچ چیزی ندارند. نه آداب، نه تربیه. این 5-10 جوان تیز پرکانی که از افغانستان هستند، اینها این نمیدونم سخن معرف راسخ را دانستن ندانستن دارند طرفداری میکنند و همیشه به بی ادبی و بی اخلاقی مشغولند. یکمین جمله اینها دشنام است، یکمین کلمه اینها حقارت است. و ما با طلب میکنند که ما به اونها معامله خوب بکنیم. نه، خطا کردید. ما به شما خوب است معامله خوب نمیکنیم. ما به شما خوب است معامله خوب نمیکنیم. معامله مثل خودتون است. همین مثلم به مثل است. شما قوم پرست هستید، در حقیقت قوم پرست هستید. شما وطنی هستید، بله در حقیقت وطنی هستید. شما تیزپرکای خوبسو هستید، بله تیزپرکای خوبسو هستید. شما روانی هستید، اگر روانی نمی بودید، قومگرای روانی جوهلا در توحید نمی بودید، کفر اکبر رو گذاشته شرمنده های خونسا اومده به ما بحث و مناظره نمی کردید. شما قومگراها یک قوم خود، پیشوای قوم خود را راب نمی گرفتید. شما اومده دیوانگی نمی کردید. شرم بود به شما. توحید میگید، توحید شما همین است. شرم بود به شما خوبسا، توحید شما همین است که استادتون ظاهر آشکار به زبان شما میگوید که بله کسی که کفر به طاغوت کرد این کی است؟ کافر است. ولی مسلمان نام گذاشته می شود و این اصطلاح شرعی است. میگه تو اومدی به من پرس میزنی، تیز پرک خبیث تکفیری کفر استادت دیدی به نزد من میایی. او کفر کند هم من در بلا هستم، او سخنی من خطا فهمت هم من در بلا هستم. چرا به نزد من اومدی؟ رو از اینجا نابود شو. خبیث قومگرا، تو چی فکر میکنی؟ تو فکر میکنی که تو به من بی ادبی کردی، تو مرا تحقیر کردی، تو مرا دشنام کردی، تو مرا تکفیر کردی، من به تو معامله خوب میکنم؟ 10 برابری تو سختتر معامله میکنم به تو و شیخت. فراموش نکن. علما، عملا، سخنن 10 برابر وزمینی رو میبینی. تیزپرکای خوبسا این علمای شما هستند که شاید به شما خاموش میستند و این علمای دیگری جهمی است که به خاطر از پهلویش نرفتن مردم همه رو بله بله گفته میستند. خوارج بیاد هم بله، جهمی بیاد هم بله، یهود بیاد هم بله، امریکا بیاد هم بله. به ما جماعه لازم نیست، به ما شهرت هم لازم نیست. به ما چی لازم است؟ منهج لازم است، مردانگی لازم است، صداقت لازم است. یک مرد باشد از 100 مردی خبیثی وطنگرا بهتر است. جزای شما وطنگرای خوبسای جهمی همین است. بمانند ابو
ابو محمد سعید افغانی یک روانی خبیث وطنی منافق زندیق بیش نیست. یعنی این مصعب حنبلیه که حالا اینجا صدا دست رو میبردند، یک وطنگرای خبیثی، یک دفاع کننده کفر بیش نیست. از جانب دیگر اینها میاد ما رو تکفیر میکند. به خاطر چی؟ به خاطر قومش از غضب تکفیر میکند. میگه تاجیکستان 70 سال در زیر ملحدی بود، تو چیکار کردی؟ تاجیکستان امروز در زیر دموکرات است و در زیر حکومت است، حکومت رسی است، چیکار کردی؟ افغانستان در کجا است؟ که احمق، ای جاهل، افغانستان در کجا است؟ افغانستان مگر در یگان حکومتی نمیدونم قرآن و سنتی حکومتی پیامبری است مگر؟ ای خوبسوی وطنگرای، ای وطنگرای خوبسوی، شما را ما تعلیم میتیم. بله من خطاگی علمای شما را فهمیدم، من خطاگی معروف راسخ هم فهمیدم، خطاگی عبدالظاهر داعی و دیگریشان فهمیدم. اونها روی خاطر به شما جوان ها میکنن. شاید او بیچاره ها علما حفظهم الله را شاید ترسانیدید، شاید علمای اهل سنت و جماعت از شما جوان های تیز پرکی بی عقل و بی خرد شاید ترسند، شاید بگن بیا به این جوان ها خوب است، بیا گپ هم نزنم کارم هم نکنم. لیکن اونها وقتی که شما را ترک کردن، شما روز به روز بی ادب شدید، شجاعتر شدید، فکر کردید که همون سیستمی که به بالای اونها کردید به بالای ما میکنید. نه خوب است، نه روانی ها، نه قوم پرستو. شما ادب از ما یاد میگیرید. همین مثل که خر زده تعلیم میتید، ما شما را مثل خر تعلیم میتیم. انمین است جزای شما بی ادبان و بی اخلاقان و خوب است. انمین است که شما اول در نزد ما تعلیم ادب میآموزید. همین 10-15 نفر تیز پرک ها، خوارج ها، جهمی ها که همیشه در بین علما کارتان فتنه است، همیشه تحقیر علما است، همیشه طعنه علما هست. از دست شما نه من، نه عبدالظاهر، نه معروف، نه دیگر و دیگرش. لیکن حاضر در همین مسئله که کفر، در همین مسئله که کفر یک مسئله برآمد، در این مسئله شما اصلا به نظر من معروف راسخ رو هم اصلا پروا ندارید. لیکن به خاطر قوم حاضر من که از تاجیکستان و از افغانستان طرف او رو میگیرید. اما حالی در مسئله دیگر شما معرف راسخ رو هم دیگر از علما رو هم کی خواهید به خاطر جماعتتون نابود کردن با آماده هستید، تحقیر کردن با آماده هستید، به خاطر هوای هوس شما، به خاطر هوای هوستون. لیکن ما ان شاء الله انمی چیز از بین شما گم میکنیم، این رزالت از بین شما گم میکنیم. ما به شما تعلیم میدیم، ما به شما بی ادب ها، ما به شما بی ادب ها، ما به شما بی ادب و بی تربیه و چرب زبان ها تعلیم میدیم. انا میخیل دلیل داری گوزن، دلیل داری به آداب گوزن، دلیل نداری خاموش باش. برادر ابو عبدالرحمن به این چرب زبان های بی ادب صحبت کنید. برادر شیخ ابو حنیف، دلیل میخوایم در شیخ حنیف، برادر شیخ ابو عبدالرحمن صحبت بکنید، ابو اسماء، ابو حلیمه صحبت بکنید. اما وقتی که بی ادبی کرد محکم بکنید. اینها تهمت مرا میکرد است، دلیل نمی آورد است. من اینها رو اگر گپی حق گرم، اینو از من دلیل میخواست است. نامعقولیت رو میری به همون جماعتت، به همون دیگر دوستات، به همین قوم پرک و تیز پرکات میکنی. فهمیدی احمق؟ تو اول تو دلیل بیار، تو دلیل بیار که چرا سخنهایی که من نگفتم به سری من میزنی. کذابی منافقی خبیث، کی خواهی تو سخن رو میگفتی بدون دلیل و کی خواهی از من دلیل میطلبیدی. خوبسای بیش نیستین شما. جزاك الله خيرا شيخ عزيز. الله سبحانه وتعالى علمتم بي عمرتم بي بركة يد الله يستكمنا فرزندوتنا مثل ختنك أولي مهوي اللهم هوي إن أصري ممكن شيخ عزيز. جزاك الله خیر برادر عزیز، حیاک الله. شیخ جای تاسف است که مسئله تکفیر اصل، تکفیر فروعات دقایق بیان کنم. میگه این سوال رو برای من پیشنهاد نکنید. باز داد از فرقه ناجا میزنه. این شرمندگی است. باید درس بگیرید هر یک شما.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعلیکم السلام و رحمت الله. اگر سوال داشتم از شما. مصعب حنبلی شما با سوال، هر کسی که ابو حنیفه رو تکفیر میکند کی است در نزد شما او انسان؟ مرد تکفیری است. آواستون یعنی خوب نیست، بلندتر صحبت بکنید. قالی است، قالی بزرگ. اینهایی که خودشون به شیخ محمد راسخ نسبت داده ابو حنیفه رو تکفیر میکنن و کسانی که ابو حنیفه رو تکفیر نمیکنن اونها رو هم تکفیر میکنن، چی میگید اینها را؟ بعد دیدن البته باز بعد دیدن دلایل که توبهشون یعنی اثبات شده است. نفهمیدم چی گفتی؟ بعد اینکه دیدن یعنی دلایل ها رو دیدن که ابو حنیفه رحمه الله توبه کردند و قبول ندارند. گفتم در آن واسط دادم از بزرگ تکفیری است. ها این کسایی که برادرهایی که در نزد شما است آنها رو پیشونیش رو میبوسید همچنین هستند که ما بری و بیزار هستیم از همین در بین امت. شما اگر چطور خوب میکردید بهترین میشد. ما بری و بیزار هستیم از همین کسایی که تفرقه و ایجاد فتنه میاندازند در بین امت و اهل توحید. ما از تفریق انداز نپرسیدیم، از این پرسیدیم که آنهایی که تکفیر میکنن همونایی که تکفیر میکنه باعث فتنه و تفرقه میشه میان اهل توحید و ملت اسلام. اینها به شما چی نصیحت کردنید؟ نصیحتی ما این است که دنبال فتنه و باعث فتنه نشوند و برن بیاموزن و اجازه سوال بپرسن. صدای شما خوب سوال نیست. کردن اون است. صدای شما خوب نیست. کمتر صداتون خوب کنید، برای که صدای شما یا چی میاد یا چی سوال از نمیاد. آقای ابو محمد مدنی سوال است. واثق و معتصم در نزد خود مسلمان است. مسلمان بود. مصعب کمتر صداتو خوب کنید. قسمی صدای شما میاد، قسمش نمیاد. همین من فکر کردم فقط در من است که برادران تسه گفتم نه که صدا خوب. موافق و معتصم از خلفای در عصر امام صدا رو خوب احمد بن کنید. حنبل. برادر صدا همین شما ده خوب است، من ده آواز همین صدا همین نیست نمیاد. نیست برادر آوازش هنگام رسته یک جای خوب برایت بعد صحبت کن. سوال من این بود که واثق و معتصم از خلفای زمان امام احمد بن حنبل در نزد آقای ابو محمد و شما مسلمان بود یا نه مسلمان گذاشته؟ صدا خوب شد. صدا همین مصعب که یک مرگا گپ زنید. چی میگوید؟ یک صدا تو خوب شد زمان امام احمد حنبلی چه گفتید؟ با هم خیلی نمیدونم. سبحان الله. مصعب زمان امام احمد حنبلی چی بود؟ چی شد گفتین؟ امام احمد حنبلی چون میکنه از یک دقیقه برای شما همین کاری که محمد راسخ یعنی که در همین که کسای کفر به توبه ندارند همین را مسلمان گفتن جایز است یا اینکه با این کار میکنند با آیت یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله را میارد. آیا همین رو همین دلیلی که شیخ راسخ میارد آیا صحیح است؟ با همین طریق میشود کافرها را من پرسیدی سوال از من پرسیدی من واسه سوالت دادم. الان بگذار من من یک سوال سوال از کردم. شما من صدای تو هیچ ندارم. صدای شما نیست. قسمی سوالش صدای شما میاد. یا چی گفتید امام احمد حنبلی در زمانش چی اگر واثق و اجازه بده واثق و متصم از عمرای زمان امام احمد بن حنبل در نزد شما مسلمان شده یا نه؟ مصعب تو میخوای که اینجا حاضر صحبت بالای همین فتنه است که از بین بریمش. صدا تا خوب کو با این قدر با اذیت موندی نه صدا تا خوب میفهمیم
اینقدر کفار و مشرکین اذیت میدین با اجا خوارجین اجا قوم پرستا اجا این منافقینی در مابین پیدا شده که شما هم باشید صدا تا خوب کن باور که خیلی اذیت میکشیم صدای شما خوب نیست ساز کنید بیاد صحبت کنیم و شما مثلا که موضوعی که هر چی که میخواهید صحبت یا سوالی میخواهید صحبت کنید برای بعد اگر بحث مناظره کرده باشه از جانب ما هم سوال میشد لیکن سوال ما در باره ابو سوالی که سبحان الله شیخ ابو حلیمه ابو عبدالرحمن صدا همین هست شده شیخ این خدمت نه که شده است تمام من نمیفهمم میگه فلان و فلان در زمان امام احمد حنبلی میگه همه میفهمم کی رو میگه نمیفهمش اخی آوازش کنده آمده است سبحان الله راست آواز تخشیر کوی مصعب ده بولگا آمده آواز تخشیر کرده رو باش شالی و شیخونا بیار باید تهمتاش جواب بگه صدای مرا تو نزد سوال البته من بیشتر جواب ده از تو تهمت بیش یاد داشته عبدالله از کی صحبت داره من کمتر این کی صحبت داره عبدالله عبدالله بفرما چی اعتراض داری در این تهمت‌های کردگی است سوال دیگه طرف نکش دیگه تا 50 نفر برای شما بسیار نیست که شما مثلا اعتراض من است که شیخ شما گفتی اینا هر کسی که بخوان میکشن خط میکنن یعنی که از پیش خودشون هر کسی رو میکشن مقصد شیخ شما کی است که ما کدام عالم کشتن من جواب میتیم برادر من این در این مسئله من خودم جواب میتیم مقصدی من یکی از همه طالب علم خودم هستم که من یک مسئله صبر بکو جواب بدیم من در یک مسئله فقهی عادی اگر عقل شما می بود 100 عالم پرسید میگه که این مسئله فقهی این مثلا یک کس مصلحه میگود یک کس نمیگود این مسئله اصلا به تکفیر نزدیکی ندارد شما تکفیر کردید کتاب نوشتید حکم قتل برآوردید انا همین انا دکزت شد اجازت هست من صحبت نه بکنم اول صحبت چی بمیکنی تو اول بگو ایسته ای متهمی احمق خبیث تو به من گفتی که اثبات کن من اثبات همه مردم دید من اثبات در مسئله فروعات به مانند خوارج تکفیر 100% خوارجی شدگی انا اثبات شد من یک طالب علمم بله اكو چی میگویی اكون همین به اول جواب ده تو بگو که خطا بود یا نبود امین در مسئله یک فروعات ما جواب بدم وقت میدی برای ما بله گپ زد همون موضوع رو سوال چی فهمیدی در اوجایی که او کسی که ردیه زده است برادر در اوجا گفته است که اگر توبه نکنی و همین کار قطع ادامه برای ایرا چرا نمیگن شما رب کودک این کودک از همین جه بپرگی گرفته نوبودش کنید برادر ایزا من که روزم به همین کودک بازی مون سبحان الله یک چیزی عادی رو نمیفهمد این از کجا فهمید که شیخ تو کدوم افغانه گفتی نمون شیخ تو نمون ابو سعید بود که گروه جور کرد ابو سعید ابو محمد سعید الافغانی اروپایی نمون شیخ شما در اروپا است یک جاهل زندیق خبیث است گروه جور میکرد همه تن به جمعش اینجا فقط برای شما وقتی گپ زدن برای ما وقت نیست برای گپ زدن بله فقط برای ما است برای چی برای که اینجا گروه ما است لعنتت کنم شما هم کارتون برادر ما این آخرین شیخ نواز لعنت و تکفیر میکنن بو میگه در اوجا نگفته است اگر تو نگردی در اوجا خونی ابو محمد جایز گفته است با همینجا ما صحبت داشتیم یه روز دو تاش برا نویسن من فکر کرد قطعی صحبت که برنگی خوارجا تکفیر کردم من فکرم اگه خوارجایی که چه با همون جماعت نسبت دادن میگه که شما را خون و مال تو حلال برای ما میگه اینم چه کسی رفا کسی زورش نرسه با علم اگر تو مرد باشی اینقدر کافر اینقدر اتئیست در پیش صوفی های طالبان بگرو واکش اگه خود همین افغانا قطعی من میگه که خون و مال تو جایزه برای ما برای چی میگه برای که تو قطعی ابو محمد صحبت میکنی تو برادر ابو محمد میگه اینا من خود من نوشتم
بله تو چی میگوی مصطفی همین خیلی انسانایی که خون و مال ما را آقای ابو محمد آقای ابو محمد شما ما با شما در پست یعنی در گروه شما ما تبدیل می نویسیم من در اونجا که من چیزی تغییر داخل از شما کتاب کردم من صدای همین اینسون از اول نشنیدم صداش بندید که صداش اصلا وجود ندارد صدا از سبب شبکه شاید صداش از سبب شبکهش وجود ندارد و این مصطفی حنبل یک بی‌آدابی قوم پرست بیش نیست یک قوم پرستی دیگر است فقط خیلی که جهمی ها سکریت می آیند که در اول نمیفهمید بعد میفهمید من این خوب میشناسم یکی از طعان یکی از فحاش یکی از قوم پرست یک بی‌ادبی عذاب بیش نیست ما دیدیم 50 تا 100 تا خط نوشت همیشه دیده شدیم ادب تعلیم بگیرد اینها ببینید آدم پرستی اینها قوم پرستی نامین است که کفر اکبر اینجا ایستادی است کفر بی طاغوت نداشته ها را مسلمان گفته می شود منهج منتشر شده ایستادی است اینها پروا ندارد اینها دمدم مدنی گفته گشت است کفته و ساخته و دروغ گفته و طعنه زده سبحان الله برادر ابو اسماء را حفظ کند و برکش بدید که چقدر با آداب چقدر با اخلاق همون مسئله را بیان کرده است اینها برآمدند میگن که ابو اسماء این یک جوجهک است ابو اسماء این است ابو اسماء علم دارد که برآمد گپ زد دل جگرتون تو حاضر خون است 3 روز است خوب نرفتید در خوابتون میپرید از خوابتون وقتی که برادری ما را تأخیر کردید ما برآمدیم که این گپ بله برادر درست میگه آخر شما قومگراهای جوهلا نبودید که بدون ادب بدون هیچ چیز تحقیر و تکفیر شروع کرده بودید ادب آموزید ادب از برادرای ما آموزید ادب از ابو اسماء آموزید از ابو اسماء آموزید که چقدر زیبا به شیخ شما 14 روز صبر کرده انتظار شده بهترین گفته شیخ گفته به گمان نغز لیکن شما همین رو هم تحقیر کردید شما یک بار نگفتید که جزاک الله خیر ابو اسماء که اینقدر معامله خوب کردید لیکن شما بی ادب ها بی اخلاق ها آدمی که بی ادب و بی اخلاق است از کجا میفهمد ادب شما ادب نمیفهمید برای که ادب ندارید خیر کسی گوزدنی باشد بفرماد کنی ببینیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم السلام و رحمت الله الحمدلله برادر عزیز برادر جان الله شما را حفظ بکنه ما الحمدلله از پایان نگاه میکنیم گوش میکنیم و آداب و اخلاق اینها را و خصوص همین ابو سعید افغانی وقتی که زبیر محقق که آذری مشرک که یک مشرکی که میگیم که کفر شرکش از فرعون هم گذشت همون مشرک همین ابو سعید افغانی وقتی بالا میبرم صحبت میکرد میگو وای برادری ما این چیزا عریق میکنیم تحقیق میکنیم همون برادر میگفت من فکر میکنم که همین جوهلا یک سو آذری را برادر میگن از یک سی دیگه اومدن با خوارجینا سایتاشون هم میگردیم میبینیم که کسی که ابو حنیفه رحمه الله مقصد که پریام تکفیر میکنه اینا میان چیکار میکنن برادرشو میخونن برای که با جماعت یا طور میگیره اینا دنبال حق نیستن دنبال قوم و دنبال همو هوا و حواس خودشون هستن که شریک اولاد اخرون میگه هوا و حواس خودشون چی گرفتگن ایلا گرفتگی هستن چیزی که با همون نفس خودشون طور میگیره هم خرافته سیان سبحان الله ما چیز دیده استیم و الله خودش از این چیزا هم با خبر است سبحان الله آیا شما یاد دارید شاید بودید یا نبودید همونجا هم 100 نفر یا 200 نفر یا 300 نفر حتی انسان ها وجود داشت من وقتی که یک زبیر محقق گفتن انسان رو رد میگفتم بله همین ابو سعید ابو محمد سعید الافغانی برآمد قطعا بحث کرد گفت که این کار نکنید او بهترین است گفت من به این رد زدم که او نمیخوام خیلی گپا رو میگه یا دارید این چیزا رو بله اخی شما را طعنه زد و در اونجا شما را مقصد چی کرد من همش بله اینها حاضر به من انتقام گرفته شدن انتقامی انا همون استادانشون که پیشتر اینها پای اونها به حلقه شده بودند
اونها به اعتماد کرده بودند، به واسطه اونها منهج اهل سنت را نابود کردن و نقشه کشیده بودند که الله سبحانه و تعالی به ما نصرت به فضل و کرمش عطا کرد. در یک هفته 4-5 تا جهمی ها را به بخریشش هم تو بیان کردیم، آشکار بیان کردیم از زبان خودشون. البته که الله اونها را بیان کرد، شرمنده و شرمسار شد، تکفیر شد. ابو سعید افغانی، انا مصعب، انا اینجا هست، اینا همین کسانی که امروز ما را تکفیر میکنند، اینها دیروز شاگردای همون جهمی ها بودند. از علم، از درد، از قومگرایی آمده انکنون ما را تکفیر کرده است. بیفشی جهمی ها آمده است. البته جهمی ده قریب که دیده شدیم جهمی بیفشیش کم است، اما جهمی با این خیلی میتوب میخوره. لیکن این همه بچه‌هایی که دیروز جهمی بود، استادای جهمیش دفاع میکرد، به ما چند بار زدی خورد کرده بود، اما طاقت دلیل استاداش که نشد و نابود شد، اکنون اومده اینها ما رو دشنام و تحقیر آزار میتید. همین است. همین استاد یک چیز دیگه هم، همین وارث مونی با هم همین هم به همون جماعت خش چی میکرد، بعدا که الله سبحانه و تعالی با دست موحدین کفر شرک و آشکار شد، نفاقش آشکار شد، آزری بودنش آشکار شد، خیلی بگم که تو چند قرن نفس نکشیده بودن، مقصد که در دلشون هم خیلی یک چی موندگی بود. بعد زبیر محقق، بعدا این گونه باز یک فتنه دیگر که این شیخ هم الله عالم الله هدایتش بکنه که مقصد که یک چیز بزرگ فتنه کلان در بین موحدین چیکار. الحمدلله در بین موحدین چیز فتنه نمیشه، بین این 4 تا جاهلکو که با میان دفاع میکنن. الله مستعان استون کنه اخی، ما ان شاء الله گوش میکنیم میبینیم. خب سخنهای یک سوال دیگر به شما، سخنهایی که در همین گروه مبارکه مدرسه اهل سنت گذاشته شده است، از سخنهای راسخ ابوالغریب چی فهمیده شما برادر اسماعیل؟ اخی جان تو جایی که ما نگاه میکنیم، اول جواب خوب داد گفت بله ما همجا اشتباه کردیم، یعنی که دیگر به نظر بعدن که ابو اسماء حفظک الله گفت که نه، گفت مقصد همین موقع هم که ماننده. بعد در همجا کم ترک میگم که دفاع از چی کرد، اومد گفت که مسلمان ها میشه که مسلمان ها هم چطور بکنیم، کسی کفر بتاغوت نداره میتونه مسلمانش بگیم، این کفر اکبر اعوذ بالله، ما چیز قبول نداریم سبحان الله. بله حق، یعنی کسانی که الحمدلله شنیده شدن فهمیده شدن بودند خیرت، همه فهمیده شده است. لیکن یک ضبط دیگه صد گوش کردیم میگه که این زمان نگفتم، این زمان سبحان الله اشتباه حیران شدستیم. ببینید من همون گروه گذاشتگی هست، منم گوش کردم نگفتم، لیکن در دوام سخن با میگوید که شیخ ابوالغریب خیلی خوب دقیق بیان کرد، خوب گفت. من ابوالغریب خوب گفته سوسی میگه، اینش گوش کردی؟ نه ابوالغریب بله گوش کردم، ابوالغریب که در نظر دوش نکرد نشنیدیم. آخر همون ابوالغریب همون توجیکی که هستند همون کسا، همون ویدیو گوش کنید. یعنی سخن ابوالغریب که ابوالغریب آشکار میگه که بله ما وی کافر میگیم، بله وی کافر است موحد نیست، لیکن مسلمان میگویم، میگه آشکار. محمد معرفی راست میگه که بله همین خوب. ابوالغریب اش شاگردش که گوش کرد آشکار گفته است از جهمی تو سخن فرعونی گفته است. معرفی راسخ در سخن آخرش همین تزکیه داد، گفت که همین سخن بهترین کرده است، سخن ما همین است. اعوذ بالله سبحان الله. آخر بین صداشو گوش کردم، این همین ویدیویی که کم تر است اینجا گوش کردم اخی جمله وای میگه که بله میگه که کسی که واقعا موحد هم که نباشه میگه مسلمان است، میگه یعنی که اگر کفر به طاغوت نداشته باشه میشه مسلمان. گفته بله اینا گوش کردم اخی ابوالغریبش همین باشه، اگر گوش کردیم شه همین لیکن همین سخنه معروف راسخ تصدیق کرده است، خطر در گیجای فهمیدین شما؟ بله انا میگه لیکن فهمیدین این چیز از ظاهرا تکفیر میکنیم، بعدن که والله اعلم اگر که بر بگردن نگردن تکفیر به یک گپ و شرط نیست برادر عزیزم. بله مسئله معلوم است. ما میگیم که به خاطر فتنه نابود شدن همین دو کسانی که طالب علم هستند از این گفته خودشون باید چی کنند؟
توبه کنن. برمیگردم آشکار صحبت بله میکنم. باز بله میگم انشاءالله. آشکار صحبت کنن، زیرا که معرف راسخ در صحبت آخرشون گفتن که مثلا یک چند صحبت های علمی را من از برادران شنیدم، مثلا در ابن جوزی فلان قول راجع گفته، این خیلی نیست، نادرست، چیزی که نیست نقل میکنه. سمعانی گفته که این آخر ما رساله رو نوشتیم، رساله رو نظر بکنید کی راجع کی ناراجع، منهج علمی رو ببینید که منهج چی است. بعد از این خوب برآمدن گفتن که مقصدی من دیگر بود، مقصدی من این نبود، لیکن مقصدی من مثل همون سخن ابوالغراب بود میگه، ابوالغریب بود میگه. سبحان الله سبحان الله. انا این خطر است برادر، این خطر است. اما قومگروها رو ببینید به حقارت و دشنام مشغول است. کفر در یک طرف مونده، به دشنام مشغول است. هداهم الله. السلام علیکم و رحمت الله. اخی علیکم جان السلام و رحمت همه شخص نمیدونه مثلا تکفیرش میکنه، نمیدونه مثلا من نمیدونم، من شاگرد شما مثلا نیستم، من همین ندونسته من حقارت باز کنیم گپ زنم. بیان کردن مخصوصا ابو غریب بود یا ابو غربا، یکی از دوستای برادرای تاجیک بود. امور بعضی گپایش شنیدم، الله برشان اجر بده بر هر کس. فهمیدی؟ یعنی انسان وقتی که اسلام قبول میکنه در ظاهر همه اسلام نگاش می نماز میخونه، روزه میگه، زکات حج میکنه، کسای ما را مسلمان میگیم. یکی وقتی ببینیم که یگان چیزی کفری داره در عملش کفری داره، مومنش نمیگیم، میگیم ما ایمان نداره، کافره. یکی مسلمان گفته میشوه. چقدر که راسخ به اعتبار ظاهر میگن مسلمان مسلمان ها این مسجد پره مسلمان میگن ما را. یکی وقتی که کفر به توقع نداره یا شیع داره، ما مشکل شما گفته میتونیم، کفرش گفته میتونیم. شیخ بخیر به اینو به اعتبار اعتبار ظاهرش که ظاهر در حکم نکرده، به اعتبار چی باید حکم کنن؟ سوال همینجا که ولی کمی دیگر مونم ما این به گپ میزنیم. ظاهری اسلام تسلیمه در 24 ظاهری مسلمان شو میگیم. یکی نبینیم مسلمان به این معنی نه که او کمی عقب واحده گردونید، مشرک کمی نیست عقب و گردونید. کافر. سوی ظاهری ابو اسلام عبدالرحمن یک لحظه. تسلیمه ورا وقتی که کفر به توقع نداره یا شیع داره، ما مشکل شما گفته میتونیم، کفرش گفته میتونیم. به اعتبار ظاهرش که در سوی ظاهری اسلام تسلیمه در 24 ظاهری مسلمان شو میگیم. یکی مسلمان به این معنی نه که او واحده مشرک نیست و کافر نیست، به این معنی نه. این برادر همونجا بینه ولی میفهمه همونجا از سوره حجرات آیت 14 یک من دیگه بحث رو بیان کردن مخصوصا ابو غریب بود یا ابو غربا، یکی از دوستای برادرای تاجیک بود. امور بعضی گپایش شنیدم، الله برشان اجر بده بر هر کس. خوب آشکار سخن فهمیدید. ابوالغریب در کفر اکبر است. ابوالغریب غیر از توبه دیگر راهی ندارد، به دین الله بازی میکند. هیچ تحقیر است. در کجا این منهج خونده؟ ابوالغریب کتی ابو معروف راسخ و ابوالغریب به سوال ما جواب بدن که منهج تفسیر کردن رو از کجا خوندند، در نزد کدام علمای اهل سنت و الجماعت تعلیم گرفتند که انا همچنین باید به آیت قرآن معامله کرده شود. آیت های قرآن رو اولین نظری که میکنید انسان باید در اساس اصول منهجی بکند، اصول کلی بکند. پیش از تفسیر کردن اصول تفسیر گفتگی علم است که در نزد علمای اهل سنت خونده میشه. من وقتی که تفسیر کردن معرف راسخ و تفسیر کردن ابوالغریب رو دیدم، باور بکنید از یک جهت غمگین شدن و از یک جهت غضب کردن. غمگین این است که چقدر جوانها اعتماد میکنند به سخنهای اینها که و بعد از این کافر میگویند، لیکن با مسلمان میگن کافر، با مسلمان میگویند. غضبم این است که چرا از الله نترسیده چیزهای بوده رو میپوشانند. سبحان الله. تفسیر رو کشوده خونده گپ گفتن همه میتواند. عالم، طالب علم و یک آدم عادی فرقش این است که عالم طالب علم همه سخنهای علما رو جمع میکند، قول صحیح و ضعیف رو انیق و دقیق میکند، قول صحیح رو در اساس عقیده یک مرتبه نظر میکند، همین قول صحیح رو به عقیده صحیح نقطه هایش رو بررسی میکند، انیق و دقیق میکند و بعد از این
در این مسئله صحبت میکند. اولین صحبتی که درباره یک آیت میکند اولا باید عقیدوی باشد از جانب منهج اصول عقیده. هرگز یک آیت قرآن مخالف اصول کلی نمی براید. همه اجماع کرده هستند که اصول کلی، اصول مهمترین در شریعت اسلام چی است؟ حکم به ظاهر است. هر کسی که نماز میخواند علامت های ظاهری اسلام دارد، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله میگد، نماز میخواند، خودش مسلمان میگد، در مسجد ها است، حکم ظاهر به اینها این است که اینها مسلمان گفته میشوند. اما نه مسلمانی. ببینید در اینجا علما مسلمان رو به دو قسم تقسیم کردن. مسلمان حکمی، حکما این مسلمان است، حکما ظاهرا این موحد میگویی، زیرا که مسلمان گفتن موحد گفتن است. زیرا که مسلمان همان وقت میگویی که اصول ایمان را داشته باشد. ظاهرا اصول ایمان ظاهری و اصول ایمان پنهانی است. برای مسلمان حقیقی شدن اصول ایمان را هم ظاهری و هم پنهانیش را میکنی که در این دنیا و آخرت مسلمان هستی. اما برای مسلمان ظاهری در این دنیا شدن حکم ظاهری را گرفتند. اصول ظاهری این چی است؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، ترک شرک، ترک کفر. و ظاهرا میبینی که در او کفر به طاغوت، در او ایمان به طاغوت نیست. ظاهرا میبینی که قبر پرست نیست، خودش مسلمان میگه، نماز میخورد. یعنی اگه انسان دیدی نماز خوانیش رو و مسلمان گوییش رو و از او شرک کفر ندیدی، این انسان حکمش ظاهرا مسلمان است. و بجز خوارج دیگر هیچ کسی این کافر نمیگه. اما میبینیم که ابوالغریب منهج خوارجی رو در اینجا پیش گرفته است. ابوالغریب میگوید که اینها، این آدم هایی که امروز نماز میخوانند و در مسجد هستند، اینها کفر به طاغوت ندارند، اینها کافرند. از کجا؟ در کدام اساس؟ در اساس شبهه، در اساس یقین نه، در اساس گمان. مردم میگد که بله اینها نماز خوانند، اینها مسلمانند، ولیکن اینها که کفر به طاغوت ندارند، مردم عادیان، کافرند. لیکن همین کافرها رو ما مسلمان میگیم. بعد از این جهمی شد. اول اصول خوارج، بعد جهمی. اصول منهج اهل سنت رو گفتم، اصول قرآن، سنت، اجماع سلف که ثابت شده. هر کسی که اسلامش ظاهر شد مسلمان است و او را کافر گفته نمیشود. و هر کسی که کفر کرد، او، هر کسی که کفر اکبر و شرک اکبر کرد، او کافر است. از او به او حکم اسلام کرده نمیشود. یعنی هرگز یک انسان را کافر و مسلمان گفته نمیشود در یگان حالت. هر کسی میگوید که یک انسان را کافر و مسلمان گفته میشود، کافر است. زیرا که قرآن را انکار کرد، سنت را انکار کرد، اجماع سلف این امت را انکار کرد. خیلی که سخن امام شافعی رو ما در رساله آوردیم و ده ها سخن دیگر از امام البخاری، ابن جریر طبری و غیره وجود دارد که الشرك والتوحيد نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان من رجل واحد. اسم بگیم شرک و توحید و شرک هر دوش یک چیزی نقیض است. یک آدم به شرک آمد، یک آدم به کفر، یک آدم به ایمان به طاغوت آمد و هرگز مسلمان گفته نمیشد و مشرک است. یک آدم به اسلامش دیدید و کفر شرک ظاهر از او ندیدید، هرگز او را مشرک کافر نمیگه و مسلمان است. مشکلی اینها همین است که به قلب انسان ها نظر دارند، به قلب انسان ها حکم کرده شدند. مشکلی اساسی اینها در بالای انسان های عامه هست. شاگردهای ابوالغریب، بعضی از جوان ها، جاهل ها، خیلی تحقیرها و سخنهای درشت و منتگذاری و حتی اعوذ بالله به طعنه و به تکفیر رفت. اونها میگوید که شما فرق تفریقه اسلام و ایمان رو نمیفهمید. او جهلا فکر کرده است که سخن استاد او در مسئله فرق ایمان و اسلام، نه گپ درباره ایمان و اسلام فرق نرفته است، فرق درباره کفر و اسلام رفته است. استاد تو کفر و ایمان را، کفر و اسلام را در یک جا جمع کرد و گفت بله اینها کافرند، کفر به طاغوت ندارند، اینها موحد نیستند لیکن مسلمانند. بله این کافرها را مسلمان گفته میشود. یعنی این کفر است. چل کافر مسلمان میگه. کلمه مسلمان چی معنی دارد؟ ظاهرا کسی که اسلام دارد تو چخل و مسلمان میگویی،
و ظاهرا کسی که کفر اکبر دارد، معذرت خواهی میکنم، کسی که ظاهرا یک کسی علامت اسلام دارد، تو او را چخیل تکفیر میکنی؟ و ظاهرا کسی که کفر اکبر دارد، او را تو چگونه مسلمان میگویی؟ حالا همچنین شده است. یعنی در اول اینها گفته شدند هر کسی که نماز میخواند از سبب جهلش اینها کفر به طاغوت ندارد، کافر است. این کافر است، یعنی مسلمان را در اساس گمان تکفیر کرد. مذهب خوارج است. لیکن همین کافر را ما مسلمان میگیم، میگه مذهب جهمی است. اعوذ بالله، اعوذ بالله. هم جهمی و هم خوارج در یک سخن، در یک دقیقه. اجازه صحبت میدی جناب ابو محمد مدنی؟ از همین جهت بارک الله فیکم برادران و خواهران موحدم، این مسئله کفر است و مسئله شرک است که نتیجه سخن چی شده است؟ کسانی که کافر هستند، کفر به طاغوت ندارند، آنها را مسلمان خطاب کرده می شود. نتیجه مسلمان و مشرک، مسلمان و کافر در یک جا جمع شدنش ممکن است گفته است که و این تکذیب قرآن است و این کفر است و این چنین انسان در خطر بزرگ و توبه باید توبه کند. لیکن افسوس که غیر از گستاخی دیگر چیزی ندیده شده. مسئله میخی خطرناک است برادر عزیزم، شوخی نیست. اجازه است جناب ابو محمد مدنی؟ من همراه خودت صحبت نمیکنم، تو یک بی ادبی هستی که لیاقت صحبت رو نداری. تو اجازه بده یک دفعه اگر من بی ادبی کردم. من همراه تو، ببین، من همراه تو بی ادب، ناکسی، قوم پرستی، دشنام کننده صحبت نمیکنم. السلام علیکم و رحمت الله. همراه توی دیگر مصعب حنبلی کی یک خبیث بیش نیستی و یک متهم قومگرای دشنام کننده بیش نیست، با همراه تو هم صحبت نمیکنم. سبحان الله. سوال داشتم از شما. نه، سوالت رو رفت از کسی دیگر بکن، از من مصعب اصلا. زید یا اخی مصعب زید به نام زید دیمو میگشت همین باشه، همه باشه. اگر این 24 ساعت تکفیر میکنه، بله 24 ساعت تکفیر میکنه. زید موحد نمیشه گشت دیمو، اینا میشه نشناختیم، اینا قول نشناختیم. بله همون است. اینا همین 4-5 نفر هستند بی ادب ها. من به شما صحبت نمیکنم، به من نباید صحبت نکنید. یاد شمیه با صوتارشون که باین شده، یا دیگه نمی ابو سعید افغانی خبیث قوم پرست نجس، یا دیگه شمیه اینا 24 ساعت تکفیر میکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این منافقین نگاه کنید نفاق اینهایی که در دیگر جو تکفیر میکنه، در اینجا اومده السلام علیکم و رحمت الله میگم. عقیده نداره. الله تکفیرش خودش میدوند که تکفیر ناحق کرده ای، تکفیر در اساس غضب کردگی، تکفیر به حجت نیست. همین روز من دیدم همین هر دوی همین فقط شیخ حنیف و شیخ ابو عبدالرحمن کافر میگه و بعد از یک دم دوستی عزیزم میگه. این نوکس ها را از اینجا او دلید نکنید برادرها. این نوکس ها را میکروفونش محکم کرد همینجا سوزد گوش کند سخن های ما را. این بی ادب ها، نوکس ها، بی تربیه ها، اینها به من نمیدونم چرا تربیه ندادند. ما انشالله باذن الله آیسته آیسته تربیه میدیم. بله، صهیب ابو اسام همین چیلی هست، بفرما. بفرما. صهیب ابو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ در نزد ما هر کسی کفر به طاغوت ندارد، این کافر است. اما آنها سوال که اینا چگونه اینطور مسلمان میگن؟ برای که میگن هر کس کفر داشته باشد این کافر است، ما میگوییم که مسلمان است. سوال با اینها که چگونه انسان را اینها مسلمان میگویند؟ جزاک الله خیر. بهترین سوال، مرحمت به سوال انمی شما جواب بدید. هر کسی شما از موحدین سوال هایی که به ذهنتون آمد نویسید به همون کامنتاریه. سوال هم نویسد. یک برادر دیگر، یک خواهر دیگر سوال های جمع کنه، سوال یک، سوال دو، سوال سه، سوال چهار، سوال به انمون جهمی ها داده می شود. مرحمت ما به گروه میگذاریم به این سوال های برادرها و خواهرها جواب بگویند یک به یک. سوال هاتون ننوشین در هم پایان، یک به یک.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک الله دقیقه سبحانه میره که گوش مردم کنید. عادی برادرای موحد همه فهمیدن کمبودی جهمیه و اسکریت جهمیه و خوارجی را. خیلی برادرای یک سوالای میکنن که اگر ذره ایمان داشته باشن اما یا که علم کنه دارن جاهلن، در حال از سر نو توحید او یا میگه که شما مسلم از مؤمن فرق نمیتونید، یعنی که درجات اسلام ایمان و یعنی که اسلام ایمان و احسان رو در نظر دارد. ای جاهل احمق، خیلی شاید گفتم ما با شما سوالی نمیخواد. اگر انسان بیسواد باشد یک موضوع آشکار 10 بار گفتم باز میگویم با همه شما همین برادران سوال به هم کنید، موضوع آشکار ظاهری که هر یک موحدی را جواب میدهد، کسی توحید را میدوند کفر را میدوند اونها جواب میدهند آیا کسی کفر به طاغوت ندارد مسلمان گفته می شود؟ اگر گفته که نه پس خطا کرده است، بله خطا کرده است. و دیوم سوال، آیا دلیلی که از سوره بقره از سوره نساء آورده است 136 و 208 برای چیست؟ اگر که کفر به طاغوت نداشتگی مسلمان نبوده است پس این دلیل برای چی آوردی؟ یا میگوی من خطا کردم دلیل ناجا آوردم، من کمتر علم ندارم در چیز فهمیدم که این چیز در دیگه مسئله بوده است، یا اینکه باید بگویی که نه امین دلیل قطعی کافر مسلمان گفته میشه و با همین دلیل که یا ایها الذین آمنو بالله. اگر این خیل بگویی باید کافری، اگر بگویی که نه واقعا من همین دلیل ناجا آوردم تمام فتنه از بین میرود. چرا؟ برای که شما همون مذهب جهمیه و همون آزیرا را زنده داره به طریق خفی، به طریق سکرت. یکم روز من گفتم که اهمیت بده برادرای کسایی که فهمیده است امین ها هم سکرت جهمیه نه که جهمیه خفیان، هم خوارج خفیان. و چرا روشاد آشکار نمیبرایند رنگ ما بگن نه کسی کفر به طاغوت ندارد کافر و آیت هایی که یا ایها الذین آمنو برای مسلمان ها هستند نمیشه با این چیز، یا اینکه اگر کسی در زیر همین مفسرین آورده هستند دیگر کافران نه که مسلمانشو نگفتن. حتی امام طبرانی خودش با خودش سوال میکنه برای احمقای بی سوادای جاهل که آیا همه را مسلمان گفته یا که مؤمن گفته میشود؟ نه میگوید، لیکن میگه ای یهود و نصارا، ای کسای بلا توزا ایمان داره، ای دیگر کافرای گوناگون یا منافقین آمنو بالله و رسوله. این چی مشکلی است؟ این خیلی بگو، لیکن نگو که به همین دلیل یا ایها الذین آمنو تو میتونی را مسلمان بگوی. با همین دلیل نگو که همونی که من مسلمان گفتم کفر به طاغوت نداره پس همین دلیل هست. این اصطلاح شرعی است، اصطلاح از جانب الله است. والله العظیم چخلی که گفتم این بهتان به الله است، به رسولش است، به دین الله است. سوال ما اینمی آسان است هر یک مسلمان میفهمش. اگر بگه بله اینمی در 2 ساعت 3 ساعت مشکل میکنید، کار مشکل میکنید، والله بالله کار مشکل که هست خطونه فهمیده. تفسیر بازی دارد، در تفسیر نگفته است که به همین دلیل او را مسلمان بگو، برعکس گفته است که تفسیرهایی که گوناگون 4 تا 3 تا آوردگی است یهود و نصارا و دیگر، لیکن اونها رفته است ایمان بیارید به الله و به رسول، نگفته است یا مسلمان هستند. خودی همون مفسرین دیگه که از طرف صحت اونهایی که آوردگی ضعیف هستند. من 10 بار گفتم در تفسیر طبرانی، در تفسیر ابن کثیر، در دیگر و دیگر هستن قولای شاذ، هستن قولای گفته گپا که مرجوع، یا که هستن قولایی که از روی صحت خبردار نبودن یا که خودش آوردن برای قوی کردن تفسیر، نه برای که از این دلیل گرفته با حکم کردن. مثل همینی که چند بار گفتم ابن کثیر در زیر تکفیر حکم غیر منزله اولئک هم الکافرون اوگه که دون اول پیشکی کفر اوگه کفر یک بار بعد دون کفر آورده است. اسلوب یا که بگن طریق تفسیر ابن کثیر همین بود که اول قول راجع را میگفت. اگر بشناسید شما ابن کثیر رحمه الله را، اول قول راجع را میگفت یا که قول صحیح را، بعد قولایی که بگیم ضعیف یا که مرجوع که شاذ کم فهمایی را نمیفهمن و یا سر سخن تعلیم نگرفته هم تا خونده میره. این آماده است، شما با ما اعتراض نکنید، شما ما را نگید با ابن کثیر بگید با اخوای نگفته است. این برای مسلمان گفتن این هست. در کجا گفته است؟ قسم به الله که در کجا ابن کثیر یا که طبرانی یا که دیگر و دیگر بیغوی گفته است که یک کسای یهود و نصارا، یک کسایی که بر لات و عزا کافر است ایمان داره با اونها، شما مسلمان
شما را الله خطاب زده است که مسلمانه، نه بلکه در اضافه یا ایها الذین آمنو، کسای ایمان آورده، در اضافه تکمیل ایمان کنه. همش میگوین تکمیل ایمان کنه با مسلمان و ایمان از کفر و شرک و حرام. اینجا در مسئله چی است؟ مسئله است که دیگر مانده، دیگر چرا جزئیات شرعی رو به حرام نزدیک نشه، حلال رو بکنید، واجبات رو بجا بیارید، مستحبات رو تکمیل ایمان کنید. در کمال ایمان تو از درجه مسلمانی بر یکی مؤمنی ایمان تو زیادتر کنید، او طرف بره. ایگه در اینجا بگویش ماشاءالله، لیکن همی را بری و گد وقت کنی بگوی در اینجا میشه و او را بگوی که خواهی شما مسلمان نیسته و مؤمن شو، مؤمن نیستن مسلمان شو، کافری. به الله قسم کافری. کسی همی که بگو کافری به الله تکذیب بسته است و اونها را یهود نصارا مسلمان گفته است و کافر استی، تکذیب الله که هستی. والذین کفروا و کذبوا بآیات الله سبحانه و تعالی میگه تر شما کافر هستید، مثل دیگر کافرایی که تکذیب الله و رسول کرده هستند، مثل آزیرا کافر هستید، مثل خوارجایی که ظاهر اسلام نمیدونن. تو که شما قدر جهمیگی خفی شما سیکرتی میزنید بجای اینا با یک کس بعد کس رای میکنه، نگو این امانت است. آخه حنیف من از پرتوفتن این رو خیلی گفتن که دایش کنه برای که جوش خوب نیست. مصعب هم تکرد، ابو مصعب خالد هم تکرد، ابو شرایم خوارج هم تکرد، دیگر 7-8 کس هم خیلی کرد. در آخر برآمد توبه کردن، بعضش جهمیگیش رو آشکار کردن، بعضش خوارجش. با از موبایل خدمو سکریت جهمی رو برمدن. ما خواستیم یا نصیحت کنیم. چی نصیحت؟ چرا تو نصیحت نمیخوای با روشاد بگو یا که نمیای قطعی پیش برادرای طالبین پیش ابو محمد بیای، مالش دیگر کسا رو پیش ابو محمد بیای بگو که شیخ ابو محمد من تفسیر رو خواندم، همین خیل آیا همین چی هست یا اینکه بیا اینا من دلیل دارم، بیا بحث و مناظره کنیم در این مسئله. بسم الله بیا پیش ابو محمد، پیش امام، پیش کسی میای. رفته و بجایی سکرتی کنی و با دیگرو پرتوی بگو با طالبین نرسونه، فقط با ابو اسما برسونه، با او برسونه. این چی است؟ او زندیقای شاگردای شیطان، ابلیس تعلیم شگرفتگی شما خوب است. همه شاگردای شیطان هستی. در این نگو خوارجای ترک همون بدگیو هم 7-8 کس شبهه میدادن. در حنیف نگو، در ابو عمر نگو، در ابو عبدالرحمن نگو، در ابو محمد نگو، نه که قولا هستن. ایش هم خیل ابو مصعبش هم خیل سالهای پیش، ابو شرایمش هم خیل. من گفتم که ابو محمد نگی وای زندیقی یک اچکاری بود، احمدش هم خیل کرد. بعد او مسلمی روز خواهد که توبه کرد، بعضی مطلبش گشت. دیگر همه بجای و با طالبان نرسونه. چرا؟ بیچاره خودش ترسیده است، از باوری نداره، لیکن مردم شبهه یا که عقیدهش میفهمن شرمنده میشه. سکرت جهمی و سکرت خوارج هستن. هم خوارج بعد این بروی بگو که آخر من نگفتم که گپا رو نگفتم که کسی کفر به طاغوت ندارد مسلمان است. نگفتی، برای چی آیت آوردی؟ والله من اجای همون میفتم که من آیت ناجا آوردم بیا فتنه از بین مسلمان برود. آیت من آوردم برای مسلمان گفتن نیست. پس من کمتر غضب اومد، کمتر غضب ای متعصب بدنم از کم فهمی بی سوادی ما دلیل ناجا آوردم. بعد به خاطری که خدمت بجا کردن در تفسیر رفتم. تفسیر در یهود و نصارا و دیگر بود، لیکن اگه چیکار کنم نمیشه. اگه قفا بگردم ممکن شیخ ابو محمد ابو اسماء من دنج خطا کردم. اگر خطا کنی چیه این ملت پرستو میکفن یا که تکفیرت میکنن. این خیلی شما والله بالله من اجای تو اجازت نبود توبه میکردم. ابو عبدالغریبش آمده است که دفاع کند از راسخ، او در با کفر گرفتار شد. آمده است که چی؟ بله کسایی که نماز میخونن در مسجد ظاهر شو، او را ما مسلمان میگیم اما مؤمنش نمیگیم. اعوذ بالله، قسم به الله تو جهمی هستی، قسم به الله جهمی هستی. چه خیلی یک کس مسلمان میگوید کسی که اولش که چه خیلی اولش در این مسئله جهمی نه، این مسئله خوارجی در دیگه مسئله جهمی. چرا تو اسلام شدیدی ظاهر شو مسلمانش میگویی با جهمیگی در چه میدونیم؟ برای چی گفتم جهمی هستی؟ برای اینکه یک کسی که توحید نداشته است با گفته تو موحد نبوده است با او را مسلمان میگفته. مگر شهادتین یا که لا اله الا الله یا که اشهد ان لا اله الا الله یا که اشهد ان محمد رسول همیش توحید نیست؟ او چقدر موحد بوده است که شهادت چی داشته است؟ اسلام داشته است، موحد نبوده است. این کی تعلیم داده است ترا؟ او سکرت جهمیه. او ترا الله خور کنه اگر لایق هدایت نباشه با این قدر فتنه ای که مابین مردم داشته ای. او الله ترا اگر لایق نباشید
آشکار کنه که مردم بینند که برای چی برای شرم میکنن بگن که همینجا ما خطا کردیم اگر خطا نکرده پس بگه که همین دلیل ما دولت میکنه که کافر و مسلمان بگو جایزه دلیل برای چه واسه یا ایها الذین آمنو برای چه وردی برای کی گپی پیش کنه تصدیق کنم انا حاجی میگوی نه من کسی کو رو بیتولم مو کافر میدونم پس بگو که همین دلیل من ناجای گیجا میره پروپرک مسئله کفر و اسلام که ظاهره آسانه میبره نه ها مثلا چی است همین کسی کافره مسلمان الله کافر گفت یا ایها الذین کفروا یا ایها الذین آمنو مسلمان گفت منافق گفت مؤمن گفت هر کس به نام خودش در جایی که یا ایها الناس گفت ناس عموما به همه گفت در جای یا ایها الذین آمنو گفت ایمان آورده گفت در جای گفت یا ایها الذین کفروا یا ایها الذین کفروا با کافرها گفت یا منافقین نیست الله همه یارا به نام و اسم و جماعت خودش اسم گذاشته تو کی هستی که همه را گدوات میکنی تو کی حق داده است که از جهل خودت میگم میزنی با ما میگه که شما کتمان کرده حدیث نگفته نه آخه چرا قولای دیگر رو نگفته ما کتمان نکردیم موضوع ما موضوع اسلام و چین ایمان نبود موضوع ما مسلمان و مؤمن نبود موضوع ما کفر و اسلام یا که مشرک توحید این همه قای شرک توحید مشرک یا که موحد موضوع آسان موضوع را گدوات کرده برده بر مؤمن و مسلمان موضوع را گدوات کرده بر منافق برده موضوع را گدوات کرده برده بر یهود و نصارا بر کسایی که بلات و اوضاع ایمان دارند بعد اخیر نمیتونه خلاص کنه برای چی همه دلیل دروغه خودتون میخونه دیگر چیز ترجمه میکنه دیگر چیز خودتون میخونه که تبرانی فلسفه است که او را مسلمان نمیگه بعد اخیر میگه خانه تبرانی آورد است که اهل کتاب تبرانی با کوبی در کجا گفته از مسلمانانی ها اونها رفته از ایمان بیارید بله من میگم که تعلیم دو است من اینجا شما رو مثال برای مثال یک کسایی که ایمان آورده یا ایها الذین آمنو بالله یا که تعلیمتی میگم تکمیل ایمان کنید برادر عزیز مثلا که همه امر الله رو به جا بیارید که شما مسلمان هستید اصل دین دارید مؤمن است در مسئله کمال ایمان تو که چیکار کنید شما رو باید بسیار الله را عبادت کرد بسیار در عبادت الله با خشوع با خضوع بود باید باشه شما دیگر علم بگیرید دیگر مثلا که شریعت دیگر جزء دیگر چیش از خود کنید تعلیم بگیرید عمل بگیرید ماشاءالله انا در آخر میگم که همجه بعد میگم ای کافرا ای اتیسا ای حزبای مشرک ای صوفیای مشرک ای قبر پرستا ای یهود و نصارا شما هم آمنو بالله و رسول شما هم ایمان بیارید به الله لیکن من مسلمان نگفتم همه جا یک احمق گپی مرا میگیره و بعد میگه که همه را حنیف گفت که همه هم مسلمانانه انا من دلیل دارم برای به حنیف بگو من نه وای حنیف اینه آخه کم فهمی شما اینه بیچارگی شما موضوع آشکار و آزادی آسان رو برده گدوات کرده قین کرده خطون نمیفهمه نمیدونه چیکار کنه میده پیش ابن کثیر میده پیش تبرانی میده پیش از دیگر این اخیر بعد از طرف صحت هم نظر کنه کم کم علم رجال هم بخونه سند هم نظر کنه از سند و دینون سند دین است یک تاش به سند اثبات کردن نمیتونیم قول گفتگی تا عالم گفت من باز میگم در کتابی خودی تبرانی هم یا که در ابن کثیر هم گفتم حکم غیر معذور جو گفته است کفر اکبر گفته است کفر گفته است از ملت خود دیگه گفته است که دونه کفر تا اگر بگم من دایم ابن کثیر گفته است بله من دونه کفر میگویم باید عقیده آشکار کن بعد بگو که ابن کثیر سوال کن یا شرم نکن خودت طالب علم چی هستی که تقیه‌گر هستی یا که در مسئله خلیفه الله خلیفه گفته اگر بگو رنگ همون اتیسا و رنگ نصرانی و رنگ صوفی و شیعه بگو که خلیفه اومده با مقصد جانشین الله که قول شاذ است اومدگی است بعضی قولات جین گفتگی هستن بعضی برای بگو که بله رنگ نصرانی و شیعه اگر نصرانی شد در مثلا بگو بله الله جانشین داره رنگ نصرانی ها شو بگو رنگ صوفی ها شو رنگ شیعه ها شو یا هم اومدگی هم در تفسیر لیکن وای صحت چه میبینی چی است؟ ضعیف است موضوع است یا که شاذ است یک کم فهمو شما نه علم حدیث داره نه یک علم رجال نه یک سند میفهمه نه یک تفسیر میفهمه علما برای تفسیر در حدیث ها هم بیاره آوردگان ضعیف و صحیح لیکن در دیگه جا تخریج کردگان گفتگان همین کذاب همین صحیح روایت یا اینکه این همین راوی ها اینکه خلاصه به فلان دلیل ضعیف است شما این نگاه نمینه سر تو خام میخیل
барзага ворид рост мере мехоне хто намефаҳмем хел як калима гуфтаи гапо боиси мегарде мегӯ абу асмо хато кард. абу асмо як толибилм аст, алҳамдулилло ки чизе гуфтааст далил дора. як ҷо агар аз ҷои дамма касра худ ҳеҷ боқӣ надора. تو هم خونده رفتی دعوت کردی تفسیر محترم اگر عیبگیری کنیم یک سوره سپرده نمیتونی به هم خوندگی شرم نکرده با فتنه‌گر کی بود است؟ ابو اسما. فتنه‌گر کی است؟ ما بودیم. فتنه را شما کرده، مرد نشده بیای حل کنه. 14 روز بارداش داد کرد. برادر ابو محمد هم گفته گفت هیچ چی هم نگفت. ابو محمد پوش کرده، مجبور کرده ابو محمد هم گپ زنه. بعدی ابو محمد رده علمی تو داد. چرا خیلی نمیگه واقعا ما جاهل بودستیم، بی سواد بودستیم، ما نمیفهمیدیم صحتایی را خبردار نبودستیم. در پیش علمای عقیده این چیز عموما دیگه معنی بوده است. در پیش مفسرین آوردن صحت چه نگفتن، در از طرف سند ضعیف هستند. بله مرد شوید اخی، مرد شوید اخی. در جهل خود آشکار گپ زنی چی کار است بجا میکنی؟ من اگر روی جاهلی میگم شیخ ابو محمد بیا که حنیف در این مسئله تو جاهل علم نداره، میگم جزاک الله خیرا. بله بفرمایید. اثبات شیخ بکند والله بالله میگم جزاک الله خیرا که مرا خلاص کردی، خلاص کردی از روی به علمی گپ زدم. تکبری بس کنید. ما مونده شدیم از صوفی و از مقلد تعلیم دادن. بود در ما باید مقلد رو پیدا شدیم. اینا میکشی مقلد نشو، صوفی نشو، شیعه نشو، این نشو، ای مقلدی بو شما آمده ما را با مقلدی و مقلد کردگی. با وطن پرستی میگیم مال وطن پرست نشه، با آمده وطن پرست و وطنی شدگی. با کدمی شما ما از که ایمابان خود منافقای لیوی سعی دارن با بالای سرنس میان در اینجا میگن که اخی شیخ با دیگران میگن که یا کذابن یا فلان اولانن. در پیش شیخ اخید میگن. در دیگه برادر میگه برادر این همی هدف شیطان، هدف بنام اسلام یا زندگی خط میگه شما رو دشنام که هست کذاب میگه. همه طالب نور میگه شما خیانت که هستی، خیانت کردگی به الله و رسول کی از یهود از کافرن و یا میگه تفسیر اوس چنا خود تفسیر در موضوع ما نبود. موضوع دیگر چیز بود. ما 10 تا تفسیر میخونیم، 20 تا میخونیم، 1000 تا چرک تفسیر میخونیم. مشکل در این نیست. ای موضوع چرا بیرون شویم؟ موضوع آسان است. آیا یک کس کفر به طاغوت ندارد مسلمان گفتنش میشد یا نه؟ نباشد نه. پس خطا کردی. بله دلیل آوردی که یا ایها الذین آمنو. خب با چی دلیل آوردی؟ ایری کم فهمید آوردی بگو که بله این چیز نادرست است. یا که دلیل چی؟ سبب دلیل. سوال بر تماش سبب دلیل. تو اگر و کافر بدونی چرا این دلیل آوردی؟ او را کافر بدونی چرا دلیل آوردی آخی؟ خیلی بروگرام دلیل ناجا آوردم. نه بر گد و نکو او تفسیر راسخ پرتگی هم تفسیر عبدالغنی بیچاره خوندگی ای گوگل شیخ گوگل او هم تفسیر 3-4 تا قول آوردگی زدگی گرفتگی با او پرتگی که راسخ اینا بخوام والله اعلم برای که همون سیام میگه با هم میگه با عبدالغنی با کوفر شهید زیادتر بود است. عبدالغنی با هم خوارج و با هم جهمی به جا میگه که ما اسلام شدیدیم یعنی مسلمانشو میگیم چیشو نمیگیم موعدشو نمیگیم. چی عقیده در کدام کتابی خیلی اومده است. اعوذ بالله. خوب است آردار سلامتون خوب است انشالله. شیخ همین عبدالغریب کسی است که عبدالغنی بدری در باره خیزر صفت الهی داشت رد زدن همون است نه بله اخی؟ بله این سه ویدیو که بود در روی جهالتش بسیار جزیر که بود برادرو من نمیدونم کسی دلیل چی کسی گفتم دلیل که این علم داشته است اونجا یا بورگا که رد زده است ما خودمون از صوفیا گرفته هستیم خلاص کنیم نمی نام صوفی در دین ما نباشه. بر ما است میگه حضرت دوملای مطلب گفت بای برادر ما دست گفته حضرت دوملای مطلب مقصد این میگه که یک کسی را مسلمان میگیم و یا موحد نمیگیم. فرق بین موحد و مسلمان چی باشه؟ و گپی که یک گپی که اگر که یک شخصیت گفت که اخی همینجا ما همین سوال بکنیم اگر که مقصد که همین سوالا بنویسیم شونه که بگیم شونه که یک کسی که همین آیت قرآن سوره بقره که الله سبحانه و تعالی به مشرکین گفت که افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. به نیم کتاب ایمان آوردن و به نیم کتاب کافر شدن. همینا را بگه که اینها مسلمان هستند لیکن به نیم کتاب کافر شدن.
فرق همین آدم حکمش چی است و فرق بین این کلمه و کلمه‌ای که ای گفت که یک کس کفر به طاغوت نداره و مسلمان میگیم فرق در بین همین چی باشد همین را جواب بدین خیلی خوب میشه. سبحان الله ما میشه نفهمیدیم که یک کسی که مسلمان بوده است و یکی موحد نبوده است. آیا موحد و مسلمان هر دو شخصایی نیستند که اصل دین ندارن و کفر به طاغوت ورزیدگی هستند؟ ما چگونه تعلیم گرفتیم همین اسلام اول نگاه کن همین شهادتین چی است؟ شما نگاه کن برادر همین شهادت خودش چی است؟ شهادتین توحید است؟ بله این با طاغوت کفر ورزیدن به الله ایمان آوردن. همین لا اله الا الله هم همون است. همین کسی که همین شهادتین دارد لا اله الا دارد این همون توحید دارد. ایرا بغیر از جاهلی کم فهمی به عقل نه یگون کس نمیگه یک شرمنده میگه. اگر هر کسی بگه که یک کس مسلمان توحید ندارد و در حجب توحید خواندگی نیست یا که خواندگی فهمیدگی نیست یا که در پیش شش که خواندگی نیست خود بخواد خواندگی. چرا یگان عالم نگفته است که کسی اسلام داشته باشد لیکن توحید نداشته باشد حکمی فرق. اسلامش اول اسلام توحید است. اول اسلام است شهادتین. شهادتین که گفت تمام توحید دارد موحد است. صاحب توحید موحد. این بیچاره نفهم دارد نه چی. مؤمن با آورده است رنگ همون یک بار خطی شاگرد محمد شریف عبدالعلیم بحث که یک تنامش علی ارماتورش میگفتن نمیدونم چی نام داشت خلاص همون و میگه که اول انسان مؤمن میشد بعد مسلم. او با همین گد ود کرد همه بعد زدیم بعض گپا هم دیاد زد. بعد با من یک اینترنت پرفته است که در همون هم خودش گفته است که حدیث جبرئیل اول اسلام های ایمان های بعد احسان های درجات اسلام ها. وقتی ما درجات اسلام ها گرم میزدیم این جهمی ها بفهمیم که چون مصفه به سواد بفهمیم چون در چی گرفتار بود آمده از ما رو اسلام فرق اسلام و ایمان یعنی که مسلمان و مؤمن با ما تعلیم داده است. گپ در این نیست آخی شما مشکل میکنید موضوع را مشکل کردید. موضوع آسان است. آسان کافر ای مسلمان جدا کردن اسم گذاری این همین قهر اوجا بدون مؤمن حالا با در اینجا حکم حقیقت اسلام است یا اینکه حکم اسلام میتش به کس بظاهر با حقیقت او دیگر است این چخل امام بهاری میورد این دیگه مسئله است. اگر ترک سوال دو در مسئله اسلام کفر تو باید بیچاره اوسو نبری بگوی کافر که مسلمان که این همیقه. اگر بگه که فرق مابین مؤمن و مسلمان او را میگوی که همه مؤمنان مسلمان هستند اما همه مسلمان مؤمن نیستند برای که مؤمن درجاتش زیادتر است. با محسن همه محسنان هم مؤمنان هم مسلمان هستند اما همه مؤمن محسن نیست و البته احسان به خودش چی دارد درجات دارد ایمان به خودش درجات دارد. درجه‌ای که ایمان اینو نمیفهمند خودش که نفهمیده هستند کم فهمو وقتی در مسئله کفر و اسلام گپ زده شد همین را بگو در مسئله درجات اسلام گپ زده شد بعد بگو در اسلام ایمان و احسان بعد بگه فرق مسلمان و مؤمن در چه انه را گپ زد. تو رو کسی این سوال نکرده است. تو را سوال نکرد. سوال ما دیگر چیز بود کفر و اسلام یعنی که مسلمان و کافر بس تمام موضوع آسانه حل میشید نه فتنه میشید نه تفسیر رو گرات احمد میکرده نه تفسیر خوندگی تا تو نمیفهمی خیلی همون صاحب تفسیر میگه که این تکمیل ایمان است میگه اول با میگه این مسلمان گفتارش نمیشه یارا لیکن در آخر میگه ایمان بیاره یهودو ایمان بیاره کسی بلات ایمان بیاره منافقین ایمان بیاره فلان و علان دیگر همشه یگان با که نداره گفتم میگه الان فرعون زنده باشد یگان فرعونی که زمان مثل خرکله امام علی اورم بگو ای مشرک ای خبیثی طاغوت ایمان بیار بالا این دیگر مسئله است. نه که تو میتونی بگوی هم مسلمان های به همین دلیل میتونی بگوی که من ایرا گفتم که یا ایها الذین آمنو تو مسلمان هستی آمینو بیلا با ایمان بیار بالا. این چی گفته به فراستی کم فهمی به علمی به عقیدوی شما نفهمیدگی چرا
این همین انسان مسلمان موحده، موحد توحید دارد. توحید البته توحید هم درجات دارد، ولی این گوسفندان نمیفهمند. یک سال دیگه در همون برادرها قصه کردن در طرفای همون طالب علم، خیلی نامش نگیرم، برادر ابو اسامه رحمه الله، برادر ابو عمر حفظه الله، و بعضی در مسئله درجات توحید بحث کردن و اینها بو خوارجات نمیفهمند درجات ایمان و اسلام و توحید، هیچ نمیفهمند. برای چی؟ برای یا توحید خوب نفخوندگی، خود با خود خوندگی است. اون مصفد برما در موضوع ما اومد دیگه چیز است. گپ زایس است مسئله ایمان و مؤمنه، گپ زایس است مسئله مؤمن و منافقه، گپ زایس است مسئله دیگر چیز. الله المستعان. الله اسکن برد. اگر نگاه کده ما مشکلی یا در برای که اینا فرقه شناسی را از علما کشف شبهات یا که مسئله ایمان در پیش اهل سنت چخیل است، در پیش خوارجین چخیل است، در پیش مرجئه چخیل است، با مدخلیا ایمان چی میفهمند، یا اینکه حکم ظاهر را فرق نمیکنند، یا اینکه حکم مسد که چخیل سلف میگفت یا انسان ظاهر شدیدی حکم اسلامش میدی، چخیلی که در کشف شبهات محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میارد. یک گروه میگه مردم اومدن و زمان عباسیه بود والله، میگه اومدن کلمه شهادت گفتن، نماز خوندن، بله بله ظاهرش اسلام بود، بله مسلمان شدن، بله قطعی شو همچون برادر معامله کردن. این مسئله ظاهر است. بعدی که شیشتن دیدن کفر شید و شد تکفیرشو کردن، یعنی که بعض بدرگه کرده بعضی چه میگه در کشف شبهات کمش میورد. همین را هم رد به کی میورد، هم به خوارجین است، هم بر جهمیه. به خوارجین چی نگاه کنید، اونها ظاهرش دیدن مسلمان، بله نه کلمه شهادت تام گفتن، بله یعنی که توحید داشتید، بله بعد نماز خوندن، بله ظاهر اسلام، بله خب قطعا چون مسلمان معامله کردن، نماز خوندن، اونا از قفا اینو خوندن، البته اونا چو و شیشتن چیکار کردن همچون مسلمان معامله کردن. وقتی دیدن عقیده کفر شکل شد، بعد او براءت و بعد تکفیر و بعد بگیم که بدرگاه و دیگر خیر کرد قصه را چی میارن، لیکن کشف بوده در کوتاه میارن و در اخیر دیگه ظاهر اسلام دادن، خوارج اسلام نمیدهد. رنگ این میگه که ما اسلامش نمیتونیم توحیدش نمیتونیم خوارج. دوم که آیا یک کس ظاهرش اسلام دیدی کفر شدید تکفیرش میدید؟ بله بعدی که اسلام شدیدی کفر شکل از بین بود، انا وقت واجب علیک واجب میشه بالای تو، چخیلی که امام بربهاری میگوید. برای همه این مسئله دیگر مسئله است. ایورا برای مسئله حکم یعنی که ظاهر و حکم حقیقتی یا که حکم اسلام و حقیقتی او یا که اصلی میگن بعضی اسلام حقیقی یا که اسلام اصلی میگن و حکم مثلا اسلام او. اول مثلا که میره یک انسان که توحید شدید یا که یک نماز شدیدی اسلامی که الله و رسول گفته است، بله اسلام دو داشته که رفت و کفرش تکفیرش میدید، بله نواقض اسلام شدید همون تکفیرش میکنید برای تو. اینمی هم اولی در مسئله دارن هم خیلی کم فهمن در دارو کفر رو که درست اگه موضوع رو ما چقدر نکنیم، لیکن اضافتا اگر کسی صحبت نکنه گپ میزنم من کم کنم، اگر شیخا صحبت کنن ان شاء الله کم تر گوش میکنم. خیلی برادرایی که طالب علم و برادرایی که هسته اگر صحبت کنه هی بگه این موضوع خیلی من کم تر بیرون میبرم یک تعلیم شود، اگر اجازه باشد، نباشد ان شاء الله یعنی حکم آسان بگیم چقدر بعد نریم رنگ همین اهل بدعت کشوکش سخت نزده. همین که ما صحبت میکنه کسی بارک الله فیکم. سبحان الله یک صدا میاد من اینا بدرم برم دمن نشون نمیده، کسی صحبت بینه گپ میزنم، خاموش بشم خاموش. شيخ عليكم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شیخ الله سبحانه و تعالی شما رحمت کنه. ما همون سوال‌های خود رو در کامنتر کردیم، هر کسی که از این جهلا و از این جهمیه و خوارج‌های خبیث اگر که جواب دادنی باشد برای سوالا رو بکنه جواب
بله بله همین سوالای خودتان نگاه که برای چی آیا شما هم فهمیدگی هستید دیگه برادران فهمیدگی هستند یا اینکه یک درس میشود نگاه کده من نتیجه بگم در زمان سلف در هر یک موضوع مشکل میشید همون موضوع را بسیار گپ میزدم من اول وقتی که نه همین خیلی رد و کشف و همین چیزا را میخوندم در مسئله ایمان یا که الاوذ بالجهل در این مسئله میفتم خود بخت میفتم علما را الله رحمت کنه چقدر زیاد این مسئله گپ زدگیان دلیل کش و کش چی ضرور بوده میفتم همون گفتن خیلی مردم فهمیدن تا فکر میکنم بعد قنیگم میکنم میفتم به حکمت نیست حالا فهمیده است هم که در زمان ما و شما در مسئله الاوذ بالجهل که در مسئله طاغوت یا که کفر به طاغوت مردم که مشکلی دارن ما همه رو پفتار تکرار گفته هستیم که توحید نفهمیده هستن حالا با یک موضوع زیاتیشی درجه که این خیلی انسان ها بود است که میفته ما جهمی نیستیم ما مدخلی نیستیم ما خوارج نیستیم اما یک کس اسلامش میتیم موحدش نمیگیم این خیلی هم بده است ایران میگن نمیدونم وقتی یک رنگ باشد فقط رنگ سیاهش میگن اگر ارش باشه که گد ودش میگن اون میگن که چی میگن سویدنوشید نمیدونم یا اینکه کامپلیت ارش دخلوسا نیری با نیمیاسا این عقیده نه اسنه نه اوسه نه گفته گپو که این طرفه نه اون طرفه لیکن هم عقیده خوارجه پنگ هست هم جهمیگیره برای همون مجبور میشیم که در این مسئله بسیار گپ زنیم به خاطر این نه که دیگر ما شاید که کسا را عیبگیری کنیم در این مسئله بسیار به خاطر فتنه دیگر نه به خاطری که مردم هم میرن خوب بدونن که ده فکری در این مسئله فتنه شید نه برادر نمیشه این گپ دلیل باطل است من فلان کتاب ها کشف شده است اونا برا بخون اینا ما دیدیم در اوجه که دلیلای میارن به هیچ چیز دلالت نمیکند آیت عموما به دیگر چیز است در اوجه اومگی است اهل کتاب هم مسلمان ها هم دیگر لیکن در اوجه فقط گفته که مسلمان میگه دیگراش دعوت میکنه ایمان بیاره اما اسم مسلمان نمیتیش بعضیش ضعیف هستن بعضیش در دیگر مسئله هستن عموما برای قوی کردن تفسیر است نه برای اسم گذاری میفهمی ای خود میکنی برای همون شما از این گوش کردگی چرا فهمیدی سوال کنید بگه که اینها ما همین صدای همیا گوش کردیم ای راسخ و از عبدالغریب مسکین ای دو مسکینک که ما همین فهمیدیم از صدای همینا از همین برای مثال خودم یک مثال دو سوالی که دارم تا حال جواب نگرفتم آیا کسی که کفر به طاغوت ندارد مسلمان است میگوید که نه ماشاءالله پس چرا دلیل های شما آورده سوره نساء 136 و سوره بقره 208 بود برای چی دلیل آورده وقتی که شما او را مسلمان نمیدونه پس برای چی دلیل آورده او را اسم مسلمان گفته بعدی که برادر شما را سوال کرد چرا آورده اگر دلیل تو صحیح هست این را کی گفته است که با همین دلیل ها میشه که کافر مسلمان بگوید تفسیر اوایگی در مسئله کو نبود انکار این چیز بود تفسیر اوایگی دوم اگر بگه که نه ما عموما کافر میگه مسلمان پس این دلیل برای چی آورده پس همین دلیل آوردن شما خطای شما بوده است اینقدر سبب فتنه شید باید بخیز آشکار بگه که بله واقعا صادق است ما خطا کردیم دلیل ما باعث دولت نمیکنه یا اینکه دلیل ما برای دیگر چیز ما این را ناجا آوردیم تمام انا میرن سوال میکنیم مثل همینا دیگر سوالایی که مثال اونا عبدالغریبش میگه که ما او را مسلمان میگیم اما موحدش میگیم همین با چی دلیل کی گفته است پس اسلام اول اسلام خودش شهادتین نیست شهادتین خودش توحید نیست توحید کارش موحد نیست با چی انسان داخل میشه در اسلام این چیز چه عقیده است بعد این شما را کی حق داده است که از باطن او گپ زنی شما را کی گفته است که او را زایش اسلامش میگه اینه که او کفر به طاغوت نداره کی گفته است کی چی گپ است کی گفته است تو رفتی از قول وقتی زایش دیدی دیگر مسئله اما مسئله پرسیدن عقیده در حال قفا که نماز میخوانی از کی گوش میگیری زن میگیری دیگر مسئله است یا اینکه مسئله حقیقت اسلام حکمی یا که اسلام میتیش بعد یا حقیقت او را که اصلی او را میفهمی بعد بیان میشه این دیگر مسئله است یا مسئله مؤمن و مسلمان این دیگر مسئله است چرا تو بیابرو میکنی چرا شما قدر گدوت میکنی کی گفته است شما را خیلی گدوت کنی و کدام علم همین دلیل آواز گفته است که با همین دلیل ما کافر اگر گفته که آیت عام است یا خاص است اگر خاص با یهود و نصارا بگوی پس کی گفته است رو با چه دلیل خاص شد کنه کی گفته است آیت خاص تو از خودت نمیگوی اگر بگوی عام است و همین دلیل برای همون است که کسای
کفر طاغوت مسلمان، پس یهود و نصارا و مشرکین دیگر هم مسلمان میدونید، اگر طاغوت پرست هم مسلمان میدونید. این چی است؟ کی گفته است؟ این گپ رو از کجا گرفتش؟ کی باش ما خیلی تعلیم داده است؟ کو یک عالم سلف است، خلف است، کو بیه کدام عالم اهل سنت گفته است که همین خیلی دلیل بیار و همین خیلی بفهم؟ نمیشود که تو از خودت بخونی سرت خم رفتن بگیری. نمیشود که تو سرت خم خونده خونده با یک شپه هم اجزا های کنی. چخیلی که میدونی مثل همی است. در ما میگفتن که یک مطل بود، میگفتن که همین عربا میگن، ما نمیدونم شما عربا را چی میگی، من دشنام ندارم، لیکن با بعضی با عربا دشنام نباشد. عربا گفته که پرسیه بیاد که از قفای یک چیز میبریش یا که یک میقپیش تلشکه میگن، نمیدونم چی میگن غربیو. یعنی همین عربات اگر میگفتن پر باشد، علمی خوب داشته باشید، یعنی که هم پرسه پر باشد، آسریج خوش و آرام میرود. همون موضوع رو هم خیلی هست، همون علمی گرفتگی این طرف اون طرف نه، گد ود نمیکنی، نری به نیمه سه نمیشه، بلکه تا راست میره. خب اگر نیم کلا باشد بعد این طرف میپری این طرف میپری، با اصطلاح مردم قشلاق درینگ درینگ ایس اوس میپری، تخ تخ اون طرف میپری پره. در اخیر خود نمیدونی چیکار کیسه، خود تا خود رد منی با خوارج میشه، جمعی میشه، در اخیر میگه من نگفتم، این تهمت من یک در ندارم. همیره گد ود، یعنی گد ود کرده پرتیا موضوع آسانه. عربا که کم باشد، نیم کلا باشد، پر نباشد، اگر پر باشد، هم پرسه پر باشد راه نمیرود، هم خیلی گلد کی خشرو، هم قدر ریج خشرو میرود کی همین مردمی نشسته میگن ماشاءالله تعلیم میگیرن. این طالب علم است. با کسی فکر نکنم ادعای ما را تهمت زدن که شما خود عالم میگه علامه. والله بله من یک برادری عادی، شما یک طلابچه حساب میرم پیش علایانه. ما دعوای عالمی و طالب علمی نکردیم. این تهمتی که هدف شیطان با ما میزنه در کجا میگوید که یخچه عالی میگن نکردیم، لیکن واقعا مسئله که میدونیم با علم پد میزنیم. شیخ محمد واقعا شیخ داره اینو بیاید در مسئله که صحبت میکنیم ما همه صحبت کنیم. به خاطر پس زدن اونها، به خاطر نفهمیدن شو، ریج نرفتن شو، رام نرفتن شو، این طرف پریدن اون طرف پریدن. ای مسئله کفر و اسلام مسئله ظاهری که آسان است بردن به چقر بر نفاق و بر مؤمن و بر یهود و نصارا دیگر همه را گد دوت کردن. در اخیر خود چونه میدن چه خلاص بخورن. با میگن این تهمت است، من نگفتم، صادق هم نیستن. من چقدر از همه بسیار سرم ویران میشه، در چی عصبی میشوم. میگوین رزنن دلیل میان، در اخیر میگه نه برادر من تا نگفتم، منم کسی کفرش میگم، کسی مشکش میگم، من گپا نگفتم. شنیده است این ها گپت آخه در پیش ما ویدیو رد زده. نه قسم به الله این دروغ است، این من نگفتم میگه. بعد سر ویران نمیشه. آخه برادر خیلی مقدر عصبی باشیم، شاید از سبب قطعی اهل بدعت کشوکش سالهای درست شده است، شاید که کمتر با ما مسد خراب شدن، شاید که اهل بدعت ما را شب و روز می نویسن دشنام میکنن، زن و دختر و فرزند این خوارجان تهدید میکنن. دیگر در زمانی که ما توف شو کردیم هیچ نیستن در پیش ما، لیکن میکنن عصبی میشه. الحمدلله صبر منیم میسیم پیش الله سبحانه و شما با تعالی. عذر نیست در این مسئله. شما نباید عصبی شوید. اینها مادرتون رسند، خواهرتون، برادرتون، همین کسی که شما نزدیک است رسد، شما با عذر نیست. اما اینها کفر کنند، شرک کنند. صدای شما گم شد شیخ. بله اینها تکفیر میکنن. شیخ صحبت نه. بله شیخ، اینها تکفیر میکنند، خونم حلال میگن، کشتن به تهدید میکنند. اینها جهلشون عذر است. همه کار کنید، فقط موحد به یکون کار نباید کنند. اخی من غضب میدونید با نداشته. احمد با در چی عصبی میشن بعضی حالت. نه سلام نه علیک، ای بنده ابو محمد، ای مدنی را اله گرفته، او کافر میگه، او گرش چوش، او خوارج میگه، صوفیاش او وهابی سلفی می نویسن بدون سلام و علیک، دشنام و زن و دختر میگن بعضی بی ادبش. بعد در جمعیت هم میگن السلام علیکم، ممکنه با آداب صحبت کنی. میگه قشکو سبشنه همون انسان تا دشنام کس نه سلام نه علیک نه هیچی، خود تکفیر کرده است، خون تا حلال گفته است بدون دلیل. در به ما شما آداب نداری، بعد سرت ویران نمیشوه.
این برادر بعضی فکر میکنن که ما هم را بدون یگان چیز قدر سختگیریش می‌کنیم. اولین چیزی که سر من ویران میشه در دنیا با الله و با رسول و بر دین بهتان میبندن که از همین زورو میآید. تهمت به الله میکنن. قسم به الله ذره ناموس ندارن. در دین الله به علم گپ میزنن. جانم میبراید که آخه چرا به الله تهمت میکنی؟ از این جهت به آدابی به اخلاقی میشن. دویم که کتمان میکنن. شریعت بجا میکنن. با ما رو تهمت میکنن که شما بجا کرده ایستی. شریعت نیستش میگن نیستش نمیگن. مثلا این آزیراش بگیم. هر کو صوفیاش و همین هو یا من هو بگرد با او دیگر هیچی گپ نیست. هو گفته ها 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 اسم میدان اسم میدان اسم و دیگر بدین چی کار دارن و یا همین تنصاف چیکار تمام. اما این آزیرا ادعا میکنن این سکریت جهمیه و خوارج دعوا میکنن که موحد مسلمان هستن. در دین الله یک میغری منزل الله به هیچ جایز میگن این خوارجاش به علم در دین الله گپ بزنن. شما در همون جایی که هستی یک چیز ندونی حتی نمین خوباسای دموکراتی و دیگر دین ها این دموکراتی کانستیتوشن طاغوت را نمیموناش که یک گپ ندونستن میگه تو علمی نداری گپ نزد. در دین الله ایده سخت‌تر است که الله میگه ولا یوشکو فی حکم احد. در حکم الله کسی را شریک نگیره. شما شریک گرفتگی اله گرفته پیرات و استادات و حکم غیر منزل را گفته است. حکم مسلم ای کافر فرق نکرده است. حکم الله را عوض کرد. شریعت عوض کرده است. تشریع مشرع شده است. در تشریع هم در تحکم هم در همه چیز گرفتار شده است. از آزیریاش از این خوارجاش زیاده روی کردن. هیچ که پروا نداره. بعد میگه که چرا تو عصبی میشه؟ چرا عصبی نشه آموخی؟ وقتی تو مرا گفتی دشنام که نکای من صبر کردم. در دین الله چرا به علم داد بزنی آخی؟ حضرت موسی علیه السلام زمانی که رفت از اون خیلی خلاصه را بگیم که قصه قرآنی است. گشت آمد که مردم گوساله پرست شده بودند. ناموس و قهر و غضب موسی علیه السلام برای شما درس نیست؟ چقدر عصبی شد از برادر خودش. و آزیری کو نبود، کافر کو نبود، مشرک کو نبود، پیغمبر بود. اگر موسی علیه السلام رسول بود و چی بود، این پیغمبر نبی بود. آمده از بگیم که از زیر ریشش بگیم هم جای ریش قپیده. یعنی تو با مقصدی که کجا را نگاه میکنی که اینها گوساله پرست دیگه از غضب ندونید چیکار کنه و میدونید که این در رو چیزی نیست. لیکن زورش اومد مردم با الله شریک وایسن. غضب نموندش، ناموس نموندش که در توحید الله بی ناموس و دعیوس نبود مثل شما. من چخیل ناموس نکردم؟ شرک کیسای کفر کیسای مسلمان کافر میگه کافر مسلمان چخیل من غضب نکنم؟ در دین الله پروا نداری من چخیل غضب نکنم؟ بعد این حضرت رسول الله صلی الله علیه و در وقتی کفر چی گپ میزد، در وقتی با کفار در وقتی سختگیری سخت بود. حتی بدعت صحابه میگه وقتی بدعت میگفت رخساره مبارک شونان سرخ میشید. چقدر بغضب میشید. برای چی؟ این چیزا سختن. زورت میاد ایمانت نمیستد. در مسجد عبدالرحمن شیخ عبدالرحمن یکی از صوفیا در آمد گفت یا محمد گفت چونان با عشق با صدای سخت گفت ببرو گفت اخرج گفت از مسجد من ببرو دفش گفت. شیخ قرق گفتن چرا سببش چی بود قرق گفت من مردم تعلیم داده هم توحید این در مسجد من یا محمد گفته کفر که است ندای کفری زایس است. من چی رو خب کنم میگن چی میگم من توحید تعلیم داده که در مسجد من آمده است ندای کفری که است. محمد زنده باشد صلی الله علیه و سلم بودن در وقت زندگیش او حالا بله ندا زده که آدم زنده یا شیخ یا اخی یا دیگه فلان. اما یک کسی مرده را ندا زدن حاضر و ناظر دونستن این چی است؟ غضب‌آلود شد سختش رسید. اخرج احمق گفت ببرو گفت تو حالم توحید نفهمیده تو چی گفته هستی؟ من توحید تعلیم میدم تو اومده من رو در پیش من کفر و شرک بدعت زنده کیسه. رسول الله صلی الله علیه و در وقت بدعت هم سختگیر بودن کفر و شرک هم سختگیر بودن. حضرت ابوبکر رسول الله صلی الله علیه و چی گفتن؟ ابوبکر که در خوش معاملگی
به مانند ابراهیم علیه السلام بود. بله بله چقدر با وقتی بعضی حتی بعضی قضاوت بعضی چیزا که از جانب الله بودن یا که بعضی مشورت بودن، در بعضی مشورت خصوصا ابوبکر عمر رسول الله میگفت بیا مشورت کنیم فلان کسا رو فلان قوم همین کار کرده چیکارش کنیم. ابو عمر سختگیر بود میگفت قتل کرد باید. ابوبکر ملایم میگرفت. رسول الله صلی الله علیه و آله گفت ابوبکر تو با مثل ابراهیم هستی، خیلی با احتیاط با مثلا. عمر گفت تو مثل نوح علیه السلام هستی که قدر سختگیر هستی در نسبت کفر و شرک. نگفت تو کاری بد، لیکن انمی ابوبکر ملایمگیری خوش زبانی مثل خودش مثل ابراهیم مثل خودی پیغمبر و ابراهیم هم بودن. همین وقتی که زکات رو ندادن با او جنگ اعلان کرد. جنگ عمر که مثل نوح علیه السلام بود در حیرت زد. او ابوبکر گفت با اینا می جنگی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله نگفت عمر تو چرا غضب کردی؟ ابوبکر چرا غضب کردی؟ چرا تو گفت تو با اینا می جنگی؟ اونها را عمر در بعضی نگن، بعضی جاهلا میگن که گویا که عمر او را جهل شد گفت نه، بلکه عمر به خاطر جنگیدن گفت. عمر فهمید که مرتد هستند. اگر شرح بینی بلکه عمر برای خون و مال یک بار. ابوبکر چی گفت؟ بله با او هم میجنگم، کسی فرق ما بین زکات و نماز بگذارد با او هم میجنگم. با بعضی علما میگن گفتن اشاره بود که عمر رفته و مقابله چون که با تو هم میجنگم. بعضی گپ هم البته صحت داره نداره، بعضی علما میارن گفتن اگر کسی مقابل براد میجنگم. من چه که در زمان محمد صلی الله علیه و آله بود یک چه کم زیاد کردن نمیخواهم. فهمیده ای چیز دین است، دفاع از دین نمی است. این نمیره بهترین جهاد. این نمیره استاد امام بخاری گفت که یک کس یک سنت پیغمبر صلی الله علیه و حفظ میکند که مردم او رو نادرست نفهمند. یک حدیثه برای من بهتر از جهاد با کفار و مشرکین است که جهاد چقدر مرتبه کلام دارد، قدر یک چیز است که بین حدیث سخت است. به هر کس اینو چیکار نمیتونه. مرتبه خلای برندترین از مسئله کمالات است. البته اصل نه، بعضی جهال اصل میدونن اینا، لیکن برای من گفت یحیی ابن یحیی امام بخاری استادش دیگر گفتن که برای من حفظ کردن یک حدیثی که دیگر علما گفتن که به اهل بدعت رد زدن و با او مخالفت بردن قرآن صد حفظ کردن که مردم گرد ود نکنن، اینو برای ما محبوب تر از جهادی که با کفار. نه به خاطر جهاد پس زدن، برای گفت این جهادی کلان است. این خطر علما کشف و خطر ردیت زدن برای چی زدن؟ همه همین طالب علمایی که هستن، علمایی که هستن به اهل بدعت کشف میزنن، رد میزنن، سنت حفظ میکنن، اینا بهترین از بهترین مجاهدین است. از کسی بگه این کار کنه من تیار هستم قطعشو بحث کنم از قرآن و سنت از فهم سلف در مثلا. حضرت حسن بصری رضی الله رحمه الله یکی از کباری، البته رضی الله میشد بعضی حالات گفتن، بعضی مثلا که چی نکنن میشد گفتن، لیکن این به بعضی قولو که خاصی چیا بودن اصحاب بودن دیگر ما رحمه الله میگیم. خب کبار تعلیم گرفته در پیش اصحاب از کبار تابعین بود. برای من میگه خون شهید چقدر عزیز است، چقدر مرتبه دارد. حتی در روز قیامت حدیث ها چی هست چی میگه این خوشبو میشود خون. بعد چی میگوید؟ اما چرا قلمی عالم برتر است میگه خون شهید. کی میتونه حسن بصری تکفیر کند؟ هست انسانی که بگه که حسن تکفیر کافر است؟ هست انسانی که جرأت کنه به سلف تکفیر بفرماد؟ هست همین انسان و این کار نکرد جهاد، بلکه گفت که جهاد بهترین علما میکنن. فهمیده سی؟ بهترین جهاد میکنن و هیچ کس جرأت نکرد بگه که تو منکر از جهاد چیدی. هیچ کس نگفت که تو از جهاد بد دیدی، مجاهد بد دیدی. برعکس گفتن که این رو به علم دعوت دارد. به همون رسول الله سبحانه امر الله گفته است فعلم انه لا اله الا الله. امام بخاری میگه باب علم میگه علم قبل القول و عمل. بهترین چه دعوت. هیچ کس نگفتش تو منکر جهاد چیدی، تو فقط با مدخل، البته اون وقت مدخلی نبود،
یک جاهله که سوره فاتحه نمیخواند میگه شما فقط علم توحید میگه شما ممکن جهاد چیزی شما مدخلی است. خر بچه تو ایمان چی میدونی؟ تو توحید چی میدونی؟ میدونی تو تکفیر کسی مدخلی کافر است. تو ما رو کافر گفته هستی. تکفیری بی اساس کسی حاجی بگویند که ایمان در پیش مدخلی چیست نمیدونی. چو جچ ولی جیگ جیگ میکنی تمام است تمام دیگر چی نمیدونی. نداری کلا خالی. و تو را جاهلا گرفتن اونجا عالم و کلان و پیشرو و امیر دیگر. من در پیش من سوره فاتحه سپردن نمیتونی در پیش یک موحد عادی. چرا عالم طالب علم قدر بی قدر شده است؟ چرا یک موحد یک ابو محمد مدنی شبروز با کفار و منافقین کفار میزند بر اهل بدعت بای میزند اگر یک خطا کرد همه از هر طرف رنگی زندقین گویا که دیگر هیچ کنیست یهود ترک کردن نصارا ترک کردن ملحدین ترک کردن صوفیه ترک کردن شیعه ترک کردن خوارجه ترک کردن فقط هجوم به مدنی هجوم به ابو محمد مدنی اونها رو نامهای مدنی ها و دیگر ها حتی راسخ هم بعضیش گفتن راسخی ها گفتن بالای همین تو بخیده شرم نکنی یک تا به نام موحد با بالای موحدین طالب علم با هجوم کنی شرم بر تو انسان نبودنت بهتر است تو رو اون مسلمانی دیگر چیز است نخوا که در بیرحم باشه شما بعد این نگاه کنید حضرتی ابوبکر با قصه اول میگریم ابوبکر که در دعوت و خوش معاملگی رسول الله صلی الله علیه و آله مثلش زد که تو با ابراهیم هستی در دیگه جا ابراهیم با خودش گفتیم ابراهیم به من خیلی در مسئله معامله و خوشتخانی در دعوت و در یعنی که حتی چهره هم گفته است مونا هم بدن بر رسول الله صلی الله علیه و آله اما ابوبکر در مسئله دعوت و خوشتخانی گفت تو مثل ابراهیم هستی الله اکبر همین ابوبکر در مقابل مرتدین چه خیلی استاد شمشیر گرفت کورچه گرفت شمشیر گرفت و سلاح گرفته ایستاد من سخت گپ زنم ابو محمد شما آداب نداری اخلاق نداری چی تو بی آداب بی اخلاق مرا در لشکر دشنام منی زن و دختر رو خون حلال میگویی داخلت با خوارج میگی از اسم میگه بود جمعی السلام علیکم ممکن است من با آداب صحبت کنم جناب دوستی عزیز دوستی من بیا من با تو صحبت کنم من توف کردم در اتخ منافقین در خصوصی دشنام و لعن و تکفیر میکنی یا که از صوفیا باشه وهابی و دیگر سلفی میگویی دشنام میکنی از طاغوتا باشه ما شما رو این میکنیم وای میکنیم گفته میگویی از این سکرت جهمیه باشد دیگر مدنی پرست دیگر نامها لیکن در وقتی اینجا بیای باشد یک صحبتی با آدابانه کنم باشد من قطعی شما یک با عدل صحبت کنم کدام عدل چرا یک نظر نمیکنی در خصوصی چی نیستی منافقینی شما منافق نیست چی هستی شما من همین چیزی که در اینجا گفتم در خصوصی میگم احمق هستی بی سواد هستی جاهل هستی بله میگویم آدم میخواد با آداب باشی با آداب قطعی صحبت میکنم وقتی دعوت شرطای خچه بالحکمت والموعظه حسن میکنیم ما لیکن وقتی که بحث و مناظره و کش و کش ما رو دشنام کردی یا که کفر شکر زنده کردید همین جاده میمونم از چیزی میاد از همون میکنم که زیرو من چه خیلی بیستم که یک از با الله شما بیناموس ها هیچ پروا نداریم ما ناموس داریم توحید ما نمیگذارد ما بیستیم و بعد این که دعوتی که رسول الله صلی الله علیه و میکرد انبیا میکرد و اصحاب او و علما میکردن هیچ محل یک کسی کفر شرک نشر میکرد ایجاد میکرد عقیده کفر شرک هیچ محل نمیگفت بفرمایید ابو عبدالرحمن شما شیخ سفنده شیخ های الله است کنند من از بس که صحبت ندارم بسیار صحبت دارم نشود که بسیار بیادبی شاید نسبت برادرای موحد و کسایی اینجا شاید خواهانی باشن صحبت کنند اما من پروس یک بعضی مسائلی که شاید بعضی مردم فکر میکنن واقعا ما کمتر سخت ظلم میکنیم یا سخت بیادبی نه ما روی اساسی اینها رو میدونیم روی اینها رو میدونیم برای همون سخت میگیریم اگر باشد کسایی که صحبت میکنن صحبت نباشد ان شاء الله که دوام میدیم بارک الله الله اشتون کنه دوام تیم بهترین گزارش بدیم بارک الله فیکم البته برادر طالب علم والله بالله پیش ما عزیز است الله سبحانه و تعالی حفظ کند هر سخنی دارید
خبر کنید نشود که ما بسیار گپ زنیم و نشود که مثلا که از حکمت و از چی بیرون ببریم. برای همون اگر رفت و هم ناجا هم باشد اصلاح کنید اولش، دیمش که صحبت داشته باشه خبر کنید ما خاموش میشیم، لیکن نباشد صحبت کرده دوام میتیم. الان نگاه کنید وقتی دعوت شرط و شروط خچه دارد، آداب و اخلاق خچه دارد. وقتی مناظره و وقتی بحث به خودش بعضی خیلی شرط را در وقتی با کفار مشرکین حملت میکنن در اوج تو باید شدید با سخت با، یعنی یک گناه باشید که همون منافق فکر نکند که تو یا که هم کافر فکر نکند فقط گرد میزنید تمام، با قوت هم تیار باشی، جسمانی هم تیار باشی. برای همون وقتی ما با این منافقین سخروی میکنیم، برادران و خواهرای موحد الله همه شما را حفظ کند، با خاطر الله دوست می‌داریم، احترام تو میکنیم، در حق ما دعا کنیم. ما هم خیلی انسان هستیم، لیکن اینها رو دیگر راه نشید. یک شب 14 روز 15 روز 20 روز، یک شب 3 روز 4 روز عبدالغریب قطعی شاگردش هدف اسلام 3-4 روز زوره کرده که بیاید صحبت کنیم با آداب با اخلاق. نه ما در سفر هستیم در اینجا هستیم فلان اولان، خیلی آوردن فتنه کردن دیگه مجبور شد تغییرش کنیم، مجبور بود بعد در پیش دیگران ما دشنام و لعن و دیگر کذاب و دیگر گفتن در پیش شیخ برادر. برای همین این منافقین را باید بشناسه و از حیرت نشوید که چرا طالبی ما قدر به آدابی و سخت گپ میزنن. باید شما در راحت باشه که این حالت ها با اینا همین خیلی معامله باید کرد. این نسبت یک موحد مسلمانی که با آداب و اخلاق است، والله الله ما رو هیچگاه اجازه ندهد که خیلی معامله کنیم. شاید بعضی فکر کنن که چرا این خیلی مثلا حنیف به آدابی دارد سخت گپ میزنه، چرا ابو، البته به آدابی نیست، از روی جهالت بعضی فکر میکنن که شیخ ابو محمد الله شکر که شیخ ابو عبدالرحمن اینا از روی به آدابی نیست. من سببش گفتم که اول که کفر شرک اجازه دادند، کافر مسلمان کافر اجازه دادند گفتن شه ما رو زور میآید دین الله است. بعد اینکه تکفیر و توهین و لعنت ما رو میکنن در لشکر و در دیگه جا برآمده منافق وار بعد صحبت میکنن، مجبور هستیم ما در جو شما. برای همون بعضی برادرها در چی خصوصی مثلا نویسن که الله استون کند سختی بعد گرفته همون جوهلا را، اینا را جوش همین ساخت. ما سختی نگرفتیم که برای گریه کنن. اگر نه هم جبیه شو کسی هست یک سوال او یک سوال ما، یک سوال او یک سوال ما جواب نمیتونن. بالاخره بعد میریم انبیا و تمام اصحاب انبیا در مقابل کفر و شرک و در مقابل مشرکین کفار و عقیده های او رد و کشف میکنن. هیچ گناه بودن عزیزی من دوستی من تو این کفر رو کردی، تو مسلمان هستی اما موحد نیستی، این خیلی نمیگفتن کفر کردی مشرکی توبه بکن با الله شریک آوردی توبه بکن، این شریعت الله. صحابه اومد پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله نگاه ببینید، حتی نگاه من همه وقت برای کم فهما از همه دلیل آسان که کم میفهمن نمیفهمن بعد میگه با کفار مشرکین خیلی معامله های خیلی اسم گذاری سختی بد میکنی. شما سوره قلیه آمدن گفتن یا محمد الگو از به ما، بله یا محمد اگر پول خواهی زن خواهی هر چی که خواهید پیشنهادش کردن. هی خلاصه دوری بند داره گفتن رسول الله نه به خاطر رسالت که اومدن همه را چو کردن. پیش از این وقتی که زمان رسول الله صلی الله علیه و که با او رسالت که پیغمبرش الله سبحانه و تعالی نکرده که رسول، کفار مشرکین گفتن تو صادق هستی امین هستی، هزارها نام خوب محمد با آداب است اخلاق است، هزارها او رو تعریفات و وصف و تزکیه ها بود. وقتی که از جانب همون مشرکین مکه آمده زمان خودش، اما وقتی که به توحید دعوت کرد گفتن این بیمار است، این ساحر است، کاهن، هر چی که خواستن گفتن. این هزارها نام و دشنام حتی کودکا زدنش، حتی الله المستعان. الله اگر شما سیرت پیغمبر صلی الله علیه و بخونید چقدر حشر میریزد از شما. اما بالای همه همین رسول الله صلی الله علیه و ایستاد استوار بود. وقتی کفار آمدن پیشنهاد کردن محمد می با تو زن خواهی زن مال خواهی هر چی که بود پیشنهاد کردن، شاید تو وظیفه میخوای، شاید تو گفتن شاید که محمد خیلی
فکر کرده سگان وظیفه لازم فکر کردن، یک زن میخواد، یک مال چی هر چی پیشنهاد کردن. اما دین ما رو نه، نگاه همو در دینش کافر مشرک بودن، در دینشون ناموز داشتن، تیار بودن، همه چیز بتن که دین از بین نتیان. اما حالا بعضی مردم یا داد میزنی حجاب از سر میگیره، قدر ضعیف شده دیگه، الله المستعان. کافر بی یا مشرک است، همه چیز دعای است. لیکن نه، دین ما رو لات و اما طاغوت‌های ما رو از بین نبر، الههای ما رو از بین نبر. رسول الله صلی الله علیه و که برای این مال و ملک و زن و برای این نبود، بلکه برای رسالت بود، ایستاد، استوار و قوی ایستاد. بعد او پیشنهاد چید، تفسیر چی را ببینید، قولیا را، سوره قولیا را، تفسیر سوره قولیا را ببینید. بعد او برای پیشنهاد شد محمد، شاید یک سوره اله محمد را گفتن عبادت کنیم، باید سال دیگه الههای ما را. مگر محمد صلی الله علیه و گفت او اینا خفه میشوند، او اینا زیق میشوند یا قبول نمیکنند، من با آداب باشم خیلی بگویم که همین دموکراتی کفر هم باشد، یا میگن نه ما راضی شیم اول یا جواجا شیم بعد اسلام میکنیم. مگر پیغمبر هم گفت که من اول قطعا مشرکین رفته لات و عزا و منه بالاخره دیگر کفر چیش و بوتاش و دیگراش پرستش کنم که خفه نشوند، زیق نشوند، دین منم قبول کنم. خیلی کرد نه، یا اینکه در دین او یک چند مدت موقتی بیستم قوی شدم بعد نه، البته در حال این کارش کردم. و چی گفتن الله سبحانه و تعالی از بر قل یا ایها الکافرون، اگر بی آدابی بودت کافر را کافر گفتن، تو الله رو بی آداب گفته ای، پیغمبر صلی الله علیه و آله بی آداب گفته ای. وقتی پیشنهاد چید پیغمبر هم چی گفت؟ نگفت که من راضی هستم، قوی نیستم، این نیستم و این نیستم، بلکه الله از بالا ندا زد بگو قل یا ایها الکافرون، با این کافرها لا اعبد ما تعبدون، بگو با این کافرها برای خدا تکفیر چکو یورا، با این کفار بگو. نگفتند محمد صلی الله علیه و آله مثل این حزبی ها، مثل این کفار و مشرکین نگفت که من راضی هستم یک موقتی کفر شما رو میکنم، شرک شما رو میکنم، الههای شما پرستش میکنم، بلکه چی گفت؟ الله از بالا ندا زد و محمد صلی الله علیه و آله این رو گفت. کسی میگه محمد کسی رو کافر نفت، تو خبیث هستی، دروغ هستی، کذاب هستی. میگه الله کسی رو کافر نفت یا که کافر گفتن بی است، تو الله رو به آداب. اینجا الله چی میگه؟ قل یا ایها الکافرون، بگو با او کافرون، لا اعبد ما تعبدون، بالاخره تا آخری سوره قلیه. از همین جا ما چی میفهمیم؟ حالا ما مسئله قاضی بریم سوره قلیه رو بریم، اینجا خیلی چیز است، لیکن من خلاصه کم کم هر جا گفته هستم برای که خودتون بفهمید منهج پیغمبر صلی الله علیه و آله چی بود در وقتی که پیشنهادهای کفری و حرامی و دیگر چیزا میشه چه خیلی اینکار میکرد الله از بالا اونها. خلاصه که پیغمبر صلی الله علیه و آله نگفت که بیابی از بی اخلاقی از دیگر نه، بلکه اینکار کرد و از دقیق. خلاصه که در ما هم خیلی وقت ناچیش دست، یک سیگار بگم آخری همین چی میبرم. بارک الله فیکم. خیلی خلاصه قلیه برای بخونه. بعد این وقتی صحابه آمد گفت عین ابیه، پیغمبر صلی الله علیه و آله نگفتش که اگر بگویم پدر تو جنتی جهنمی است زیغ می شود، از این من رو میگردد، خاطر ندید. گفت اباک فی نار، صحابه زیغ شد، سخت است. منم او الله پدر و مادر من که در توحید و الله استوارشو بگردان مسلمان بران، و اگر نه پدر و مادر ما و تو از این دنیا مشرک بران، چی دردی سخت است. کی را میخواد که قدی عزیزترین انسانهاش نباشد در جنت؟ با کی این معقول است؟ الله پدر و مادر ما و شما را هدایت کنه، کسایش که مسلمان و موحدن در توحید استوارشو بگرداند، خیش و تبار و اقربای ما را که در جنت با اونها بفخریم، جنتی که ابدی است، بر اقربا و اهل بیت با زن و فرزند باشیم، نه اینکه طاقه، نه اینکه البته طاقه نمیمونیم مثلا که از این کسایی که نزدیکان بودن در دنیا لیکن رفت قبول نکردن، تمام از اهل تونس از در اون جنت.
لیکن سخت است. صحابه را زور آمد، این سخت است. لیکن این حکم الله است. شرک کردی، کفر کردی، جنت نمیره یا جهنم میره. برای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حکم شریعت برای همه چی گفت؟ او را گفت ابی و اباک فی النار. الله المستعان. پیغمبر، محبوب ترین، خلیفه الله، دوست الله، که پدر خودش اسلام آمد رفت، نگفت این پدری من است یا که صحابه خفه می شود، خاطری دید همه بالا است و نگفت بی آدابی است، بلکه گفت پدری تو هم پدری من فی ناری. گفت الله المستعان. بارک الله فیکم. ما در کمتر وقت چیزه شیخ ابو محمد الله شما را عزیز کند، همینجا دستی من نو سبحان الله احمد دادم. معذرت زیاد که شما شاید صحبت میکرده. اهلا و سهلا. من همین چرا قدرت اینترنت میچسبد ندیده سمن بالا کلابوکی کسی گپ نه شون میته بالا میاد. معذرت زیاد که بودن اینجا کسای صحبت میخواستن وقتی اونها رو مسد ندادیم و اول وقتی من وقتی برآمدن شده است. بارک الله فیکم، حفظکم الله. السلام علیکم و رحمت الله. معذرت من خلیف گفتم، خلیل ولی دوستی الله، من خلیف گفتم. البته این گپ خطا است برادر، من وقتی گفتم لفظش سخن شدم. الله استقامت. معذرت زیاد که برادرها میشه وقتی صحبت من خلیل دوست خلیف گفته باشم خطا است. الله سبحانه خلیف گفته این چیز جواز ندارد یا اینکه به این طریق گفتن درست نیست. بارک الله فیکم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير إخوان المسلمين برادرای عزیز و کسانی که در اینجا حضور دارین، از جمله موحدین و از جمله محققین. ما در اینجا یک رساله را نوشتیم و در اینجا یک چند سوال ها هست در نمی و چگونه که شما شاهد بدین در کانال یک مدرسه به نام، یعنی که بگیم همون سرکردش یا این که همون چیزش ابو محمد سعید الافغانی، در همونجا یک ویدیویی را در مسئله تکفیر اصل دین است یا نیست گذاشته بود که ما چندین بارها گفتیم که تکفیر منتسب به اسلام، کسانی که مثلا منتسب به اسلام هستند، مثلا این تکفیر اینها به یک شخصی که جاهل است نه به اسلام داخل شده است میتوند که اشتباه کند، غلط بکند یا که به شبهه گرفتار شود، از اصل دین نیست. همین ابوالغریب فارسی، همین ابوالغریب گفت که تکفیر منتسب به اسلام از اصل دین است، یعنی که خود تکفیر از اصل دین است. ولی امروز همین کسانی که منتسب به اسلام هستند، مسلمان نما هستند، با گفتی راسخ مسلمان نما، همین ها رو میگوید که باطنا اینها کافر هستند و اینها کفر بر طاغوت ندارند، ولی ما اینها رو مسلمان گفته میتوانیم. عذر زیاد در اینجا میگه که ما همین انسانی که کفر بر طاغوت ندارد، مثلا کفر بر طاغوت ندارد یعنی چی؟ میگوید که یک انسانی که عملا اعتقادا نه عملا به کفر اکبر واقع می شود، ما میگیم که همین مؤمن نیست. خیر همین انسان اگر مؤمن نباشد پس چگونه این مسلمان شده میتونه، در حالی که نواقض الاسلام چی میگه؟ هر کسی که بین خود و بین الله واسطه قرار داد و از او طلب شفاعت کرد
آیا اینکه از او دیگر چیزی را طلب کرد و به او توکل کرد، این مشرک است، کافر است به اجماع امت. ولی همین کسی که بین خود و بین الله، یا اینکه همین صوفی های قبر پرست مشرکی که هستند امروز کفر عملی دارند، کفر عملی زبانی دارند، یا اینکه کفر عملی که سجده به غیر الله سبحانه و تعالی میکنند، یا اینکه ذبح به غیر الله سبحانه و تعالی میکنند. همین ابوالغریب گفته است که همین انسان ها، یک انسان میبیند که یک انسان عمل کفری ظاهری کرده است، همین انسان مؤمن نیست، یعنی که کافر است، مشرک است. ولی سبب نگاه کن، وقتی که کافر است، مشرک است، نقص شد ایمان ای و اسلام ای. یک انسان با یک کفری و با یک شرکی که واقع شد، هم ایمانش، هم اسلامش، همه چیزش نقص می شود و از بین می رود. چگونه که الله سبحانه و تعالی چی میگه در سوره زمر آیت 65؟ میگه که ای پیامبر، پیش از تو دیگر پیامبران بودن، با آنها وحی کردیم که هرگز به الله سبحانه و تعالی شریک قرار ندهین. هر کسی که به الله سبحانه و تعالی شریک قرار داد، یا اینکه ای پیامبر اگر تو به الله سبحانه و تعالی شریک قرار دادی، همه اعمال تو هبته می شوند، یعنی که از بین می روند. یعنی از بین رفتن این چی است؟ عملهای ظاهری یک انسان وقتی که با عملهای ظاهری کفری مخلط شد، آمیخته شد، ظاهری عملهای این اسلام گفته نمی شود. اگرچه این امر الله هست، اگرچه نماز، روزه، حج، زکات اینها امرهای الله که هستند، یک انسان در برابر مثلا بعد نمازش می رود با طواف قبر میکند، یا اینکه طلب از یک مرده میکند، یا اینکه مثلا ذبح به غیر الله میکند، این معنی او را ندارد که این کافر است، مشرک است. ولی به خاطر نمازش، به خاطر جهادش و به خاطر دیگر عملهای ظاهریش که انفاق است، مثلا ایران ما مسلمان بگوییم، این غلط است و این خلاف قرآن و سنت است و اجماع علمای سلف است. اگر شما کتاب‌های علمای نجد اگر خوانده باشین، شما جواب خود را دریافت میکنید در آنجا. ولی افسوس صد افسوس که شما گمان میکنیم که خواندگی نیستین، شما گمان میکنید که خواندگی نیستین. از الله بترسین. و برای تو ابوالغریب سوال کرده میشه. وقتی که تو این گپ گفتی که یک انسانی که با کفر شرک واقع شد، اون کافر است، اون مؤمن نیست، چگونه اون مسلمان است؟ کفر اکبر واضح او را دیدی، یعنی که ایمانش شکست ولی اسلامش نشکست، یعنی که ناقض اسلام در او دیده نمی شود. یک انسانی که با کفر اکبر واضح آشکار واقع شد، ایمانش فقط شکست ولی اسلامش نشکست. گفتنی گپ شما همین است. پس او برادر شما هست، او را مسلمان گفته می شود و با او موالات کرده می شود و با او از او براءت کردن می شود و از او براءت کردن و از مذهب او براءت کردن، این با در نزد تو کفر اکبر است. اگر ما رفته او این انسان که تو مسلمان می شماری، ما اگر با این براءت کردیم، ما در نزد تو با کافر شدیم به سبب مذهبش. ولی در نزد تو مذهب این ظاهرا اسلام صحیح است. این چگونه عقیده است؟ این چگونه منهج است؟ از الله نترسیدی و تو با میگوی که من در همین عقیدم میمرم، من در همین عقیدم استاد میشم. برای تو سوال کرده میشود. تو در اینجا عذری را مطلقاً عذر داده استاده. میگی که یک انسان میآید و ما برای چی با عذرهای قدر بحث جهر میکنیم؟ شب و روز
در دفاع منهج هستیم به خاطر از بین بردن مذهب جهمیگی و نیست و نابود کردن مذهب جهمی ها. ولی تو امروز آمده اونها رو دوباره چیکار کرده استی؟ یعنی که زنده کرده استی. سنت جهمی ها رو زنده کرده استی. منهج جهمی ها رو زنده کرده استی. راه و روش منهج جهمی ها رو باز زنده کرده استی دوباره. والله همون زمانی که فتنه جهمی ها شروع شدگی بود، امروز همون فتنه در زمان ما از نو شروع شده است. از زبان کسانی که ادعای چی میکنن؟ گویا که کفر بر طاغوت دارن. یک بار شما نظر بکنین که اسلام چیست؟ برای شما سوال عادی اسلام چیست؟ سوال عادی. شما اگر همین سوال در جواب بدهین که اسلام هو الاستسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعة الكفر بالتواغيت والبراءة من الشرك وأهله. اسلام همین است. هر کسی که همین داشته باشد، هر کسی بگوید لا اله الا الله و معنای همین را داشته باشد و به تقاضای همین عمل بکند، این مسلمان است. و محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله چی میگد؟ یک انسانی را ما دیدیم که نماز میخواند، ما گمان نیک و خیر میکنیم که این انسان توحید رو میداند، یعنی که معنای لا اله الا الله رو میداند. و زمانی که و این رو مسلمان میگویم میگد، یعنی که با این اسم مسلمان، یعنی که حکم مسلمان داده میشود ظاهرا به خاطر نماز خواندنش. ولی از این میگه وقتی که یک عمل سر زد که واضح هست، ظاهر است، برای ما آشکار است، انا اینجا حکمش تغییر مییابد. یعنی که یک انسان زنا کرد، ما او را زانی میگیم. یک انسان وقتی که دزدی کرد، ما او را چی میگیم؟ سارق. یا اینکه مثلا دزد میگیم. یک انسان مثلا یک عمل دیگر انجام داد، همون اسم میگیرد. یک انسانی که نمازگزار است، اون مسلین است، او را مسلین میگن. تو برای او دیگر حکم گذاشته نمیتونی. یک انسان مسلینه تو منافق گفته نمیتونی. تو یک انسان مسلینه کفر بر طاغوت نداشته گفته نمیتونی. برای چی؟ تو از او بغیر از نماز چیزی دیگری ندیده ایستاده ای. یا که یک انسان به تو سلام میدهد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تو از وی چیزی دیگری ندیده استی. چگونه او را تو تکفیر میکنی؟ چگونه تو او را میگوی که او کفر بر طاغوت ندارد، او مؤمن نیست، ولی به خاطر نمازش، به خاطر سلامش، به خاطر انفاقش، به خاطر جهادش، به خاطر دیگر از مسائل ظاهری این مثلا مسلمان است. ولی گپ سر چی میرود؟ گپ سر سخن خودت میرود. ابوالغریب فارسی، از الله شرم بکن. یک انسانی که به عملی، به کفر عملی به معنای ذبح کردن، عملی این عمل جواری یعنی در نظر دارم، چی به زبان اقرار کردن این عمل است. ایران ما در مسئله اعتقادی یعنی که تصدیقی گپ نزده استیم. از زبان خودت چیزی که تو گفتی ما بر همون رد زده استیم که یک انسان عمل ظاهری کفری رو انجام میدهد، یک کفر عملی رو انجام میدهد، شما میگین که ایمانش نقص میشود ولی اسلامش نقص نمیشود به سبب بعضی از عملهای ظاهری. در همین موضوع دلیل رو برای ما پیشکش بکنین که در کجا الله سبحانه و تعالی و پیامبر و تمام علماها گفتند که یک انسان به نواقض اسلام یا که به نواقض گرفتار شد، ایمان اون نقص می شود ولی به سبب انجام دادن عملهای ظاهری اسلام این باقی میماند و نقص نمی شود و این مسلمان گفته می شود و با این موالات کرده می شود. بفرمایید این سوالی ما هست. جزاکم الله خیر. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.